کتاب حرفه‌ای‌ها 7 گام برای حرفه‌ای شدن در بازاریابی شبکه‌ای. نوشته اریک وار، مترجم رویا خادم‌الرضا، ویراستار بردیا شامرادی، با صدای هدی سرلک. بخش 7. مهارت شماره 4. پیگیری مشتری‌های احتمالی. در بازاریابی چند سطحی میگویند که ثروت با پیگیری میآید. من فکر میکنم این حرف درست است، زیرا بسیاری از افراد در بازاریابی چند سطحی اصلا پیگیری نمی کنند، دست کم نه به صورت حرفه‌ای. اگر میخواهید در این مهارت استاد شوید، باید چند مفهوم بسیار مهم را درک کنید. مفهوم اول، پیگیری یعنی کاری را که گفته بودید انجام دهید. اگر میگویید که در فلان موقع تماس میگیرید، پس انجامش دهید. کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای پر است از آدم‌هایی که برای یک لحظه هیجان زده می‌شوند و در لحظه بعد دست از کار می‌کشند. کسب و کار خود را با کمک یک تقویم کاغذی یا الکترونیکی پیش ببرید. کسی باشید که بدان چه می‌گوید عمل می‌کند. مردم به چنین شخصی احترام می‌گذارند. من 1 سال پیش از آغاز بازاریابی شبکه‌ای در بنگاه معاملات ملکی کار می‌کردم. پدرم و همکارش صاحب بنگاه بودند. یک روز که در دفتر کارم بودم، آقایی به نام چاک آیکاک که ساعت 10 صبح با پدرم قرار ملاقات داشت وارد بنگاه شد. ساعت 9:55 بود و پدرم هنوز نیامده بود. من به چاک خوش آمد گفتم و به او به اطمینان دادم که پدرم به زودی خواهد آمد. رأس ساعت 10 چاک برخاست و گفت ساعت 10 شده و پدرت نیامد. به او بگو اگر خواست قرار ملاقات دیگری تنظیم کند با من تماس بگیرد. باورم نمیشد. او این همه راه تا بنگاه آمده بود که تنها 30 ثانیه بعد از وقت ملاقات آنجا را ترک کند. به او گفتم آقای آیکاک، حتم دارم پدرم هر آن میرسد، نیازی به رفتن نیست. سپس او چیزی به من گفت که هرگز فراموش نخواهم کرد. او گفت پسرم، آدم یا زود بیاید یا دیر میرسد. پدرت دیر کرده و وقت من ارزشمند است. به او بگو اگر دوست دارد تا قرار دیگری داشته باشیم با من تماس بگیرد. و رفت. پدرم ساعت 10:10 برای ملاقات با چاک آمد. من ماجرا را برایش تعریف کردم و او هم مانند من شگفت زده شد. پدرم از روی عادت دیر نیامده بود، بلکه آن روز صبح کمی وقت صرف کارهای دیگرش کرده بود. او قرار ملاقات دیگری تنظیم کرد و من شاهد بودم که او در تمام باقی سال برای ملاقات با آقای آیکاک همیشه زودتر حاضر می شد. درسی که از این داستان می گیریم چیست؟ برای من این بود که مردم کسی را که به حرفش عمل می کند محترم می شمارند. همچنین به کسی که برای زمان خودش ارزش قائل است احترام می گذارند. اگر می گویید که در فلان موقع یا به فلان روش پیگیر موضوعی خواهید شد، یا انجامش بدهید یا قرار دیگری را پیش از رسیدن به زمان تعیین شده تنظیم کنید. مفهوم دوم، تنها دلیل برای اجرای یک نمایش چیدن صحنه برای نمایش بعدی است. هنگامی که تازه وارد کار شده بودم، با گفتن جمله نظر شما چیست؟ نمایش‌هایم را به پایان می‌بردم. اما هیچ کس به من نگفته بود که این بدترین کار است. احساس می‌کردم همه چیز عادی پیش می‌رود، ولی نتیجه‌ای که می‌گرفتم افتضاح بود. از یکی از راهنماهای قدیمیم کمک خواستم. او گفت اریک، تنها دلیل برای اجرای یک نمایش چیدن صحنه برای نمایش بعدی است. این حرف ذهنم را ترکاند. من فکر می‌کردم تنها دلیل برای اجرای نمایش وارد کردن افراد جدید است. او برایم توضیح داد که اگر هر نمایش را با چیدن صحنه نمایش بعدی به پایان ببری، مشتری احتمالیت کم کم با موقعیت مورد نظر آشنا می‌شود و در نهایت تصمیم درست را می‌گیرد. هدف ذهنی من از به دست آوردن مشتری احتمالی در نمایش اول به زنده نگه داشتن ارتباط تبدیل شد. آن هم با چیدن صحنه نمایش پیگیری بعدی و بعدی تا زمانی که تصمیم نهایی اخذ شود. به محض آنکه چنین نکته کوچکی را در کارم اعمال کردم، نتیجه کارهایم پیشرفت بسیاری کرد. ما درباره اینکه چگونه مشتری احتمالی خود را به صورت حرفه‌ای دعوت کنید تا نگاهی به بسته پیشنهادی شما بیاندازد صحبت کردیم. در پایان آن مرحله چند گامی را که به چیدن صحنه نمایش بعدی منتهی می‌شد برشمردیم. منظورم تماس شما برای پیگیری است.
آن تماس در واقع قرار ارتباط بعدی شما با آن افراد است. هنگامی که تماس میگیرید باید بپرسید که آیا وسیله آموزشی را که به او داده بودید بررسی کرده است یا خیر. پاسخ یا مثبت است یا منفی. حال بگذارید درباره اینکه صحنه نمایش بعدی را باید در هر دو مورد چطور بچینید صحبت کنیم. اگر پاسخ منفی بود، بدیهی است که آنها فرصتی برای بررسی وسیله کمک آموزشی شما نداشتند. بسیار مهم است که شما ناامیدی خود را نشان ندهید. خنده‌دار است، اما بیشتر افراد به مشتریای احتمالی خود میپرند و میگویند من فکر میکردم که شما گفته بودید حتما آن را خواهید خواند. روشن است که چنین رفتاری هرگز به ساختن یک رابطه خوب نمی انجامد. بهترین روش برای پاسخ دادن به آنها این است که بگویید ایرادی ندارد. متوجه هستم که گاهی زندگی خیلی پرمشغله می شود. فکر می کنید که چه زمانی بتوانید مطمئن آن را تماشا کنید. ممکن است فکر کنید جمله مطمئن کمی زیاده روی است. اما من چند دهه است که با این روش پیگیری می کنم و چون نتیجه بخش است انجامش می دهم. شما می توانید از هر کلامی برای تنظیم زمان بعدی استفاده کنید. ادامه راه را بر اساس همان گام‌های گفته شده پیش بروید تا به قرار قطعی نهایی برسید. هنگامی که تاریخ و زمان تماس بعدی را تنظیم و قطعی کردید، نمایش بعدی، تلفن را قطع کنید و در موعد مقرر دوباره تماس بگیرید. اگر باز هم تماس گرفتید و آنها همچنان موفق به بررسی وسیله آموزشی شما نشده بودند، همین مراحل را تکرار کنید. آنقدر که سرانجام بررسی را انجام دهند و به یاد داشته باشید که آنها قرارها را تنظیم می کنند و شما با پیگیری به موقع و سر وقت نشان می دهید که در کارتان یک حرفه‌ای هستید. اگر با مشتری احتمالیتان تماس گرفتید و پاسخ مثبت دریافت کردید، باید چند پرسش هوشمندانه مطرح کنید. نخست آنکه هرگز نباید بپرسید نظرتان چیست، زیرا این پرسش بخش مربوط به نقد را در ذهن مشتری احتمالیتان بیدار می کند و او برای آنکه باهوش به نظر برسد بنا را بر بهانه می گذارد. بهترین پرسشی که من برای پیگیری به کار می برم این است: از کدام قسمت بیشتر خوشتان آمد؟ این پرسش نه تنها شما را در جهت مثبت قرار می دهد، بلکه اطلاعاتی درباره علایق فرد نیز در اختیارتان می گذارد. اگر پاسخ محصول بود، نمایش بعدی شما در ارتباط با محصول خواهد بود. اگر گفتند آزادی مالی، نمایش شما در رابطه با فرصت شغلی مورد نظر خواهد بود. پرسش خوب دیگری که می توانید مطرح کنید این است: از 1 تا 10، اگر که 1 کمترین علاقه و 10 بیشترین علاقه برای ورود بیدرنگ به سیستم را نشان دهد، شما در کدام جایگاه هستید؟ با این پرسش هر پاسخی که بالاتر از 1 باشد خوب است، زیرا نشان می دهد که آنها کمی علاقه دارند. بیشتر اوقات عدد 5 یا 6 را خواهیم شنید. مهم نیست که آنان چه عددی را اعلام می کنند، زیرا شما باید بپرسید که چطور می توانید کمکشان کنید تا به عدد بالاتری برسند. معمولاً پاسخ به پرسش دوم بستگی زیادی به پاسخ اول، یعنی از کدام قسمت بیشتر خوشتان آمد دارد. اگر پاسخ مثبت عدد خیلی بالایی باشد، می توانید مستقیم وارد مرحله پایانی شوید که در بخش بعدی درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. اگر هم که هیچ چراغ سبزی ندیدید، تنها نمایش بعدی را تنظیم کنید. عده‌ای ممکن است مایل باشند محصول را بررسی کنند. در این صورت کمکشان کنید و قرار پیگیری بعدی را برای اطلاع از تجربه‌ای که در این مورد به دست آوردید تنظیم کنید. ممکن است بخواهند با همسرشان مشورت کنند. پس شما هم وسیله کمک آموزشی خود را به آنان بدهید تا به خانه ببرند و تاریخ و زمان پیگیری را قطعی کنید. نمایش بعدی. هر کاری می کنید هرگز نمایشی را بدون چیدن صحنه نمایش بعدی به پایان نبرید. هرگز. اگر چنین کنید کارتان تمام است. این همان اتفاقی بود که در آغاز کار برای من می افتاد. من افرادی را برای آشنا شدن با فرصت شغلی پیشنهادیم دعوت می کردم و در پایان از ایشان می پرسیدم خب نظرتان چیست؟ آنها معمولاً کمی منمن می کردند و می گفتند بهت خبر میدم، یا باهات تماس می گیرم، یا باید بیشتر درباره‌اش فکر کنم،
یا چیزی شبیه به اینها. بعد هم دود می شدند و به آسمان می رفتند. هنگامی هم که دوباره با ایشان تماس می گرفتم باعث آزارشان می شدم و احساس ناراحتی می کردم. یک بار تصمیم گرفتم نمایشی را پیش از چیدن صحنه نمایش بعدی به پایان نبرم و ناگهان اوضاع بهتر شد. من داشتم مانند یک حرفه‌ای رفتار می کردم. همه چیز در کنترل خودم بود. مشتری احتمالیم احترام بیشتری به من و به فرصت کاریم گذاشت. همه اینها تنها به خاطر همان تغییر کوچک رخ داده بود. مفهوم سوم: برای پیوستن بیشتر افراد به طور میانگین 4 تا 6 نمایش نیاز است. هنگامی که افراد متوجه نیستند که دلیل اجرای یک نمایش تنها چیدن صحنه نمایش بعدی است، فشار زیادی به خود و مشتری‌های احتمالیشان وارد می‌کنند. در فرهنگ بعضی ها می‌خواهند و بعضی ها نمی‌خواهند. خب که چی؟ نفر بعدی؟ افراد یک بار به فرد مورد نظر یورش می‌برند و اگر او همان موقع وارد نشد، آنها از کنارش می‌گذرند و دیگر هرگز پیگیریش نمی‌کنند. در برخی موارد کار به جایی می‌رسد که به خاطر رفتار نامناسبشان روابط دوستانه خود را هم با مشتری احتمالیشان از دست می‌دهند. حرفه‌ای‌ها دریافتند که برای درگیر شدن مشتری‌های احتمالی دست کم 4 تا 6 نمایش لازم است. هدف آنان آموزش و ایجاد درک درست است. آموزش دادن به یک فرد با یک نمایش کار ساده‌ای نیست. بنابراین آنها مشتری‌های احتمالی خود را از این اجرا به اجرای بعدی میبرند و اطمینان دارند که مطالب در ذهن آنها خواهد نشست. در طی این مراحل هم رابطه بهتری با فرد می‌سازند و هم دوستیشان را محکم‌تر می‌کنند. این کمکشان می‌کند تا اعتماد بیشتری پدید آید. مردم همیشه از کار کردن با کسانی که دوستشان دارند لذت می‌برند. 4 تا 6 نمایش یک میانگین کلی است. بدین معنا که به ازای هر فردی که در همان اجرای نخست وارد می‌شود، فردی هم وجود دارد که برای وارد شدن به 10 نمایش نیازمند است. نمی‌توان عدد مشخص ارائه کرد. برخی از بهترین و موفق‌ترین افراد در بازاریابی شبکه‌ای خود مشتری‌های احتمالی بودند که پیش از پذیرش این فرصت شغلی سالها رویشان کار شده است. سرعت کاری خود را حفظ کنید، اما صبور هم باشید. مفهوم چهارم: نمایش‌ها را کوتاه برگزار کنید تا نتیجه بهتری بگیرید. ژست گیرنده‌ها تنها یک بار با هر فرد ارتباط برقرار می‌کنند. غیر حرفه‌ای‌ها فرد را در نمایش‌های متعدد با کار آشنا می‌کنند. حرفه‌ای‌ها همان نمایش‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار می‌کنند. مردم سرشان شلوغ است. آنها درگیر زندگی خود هستند. هنگامی که به آنان نزدیک می‌شوید تا نگاهی به یک چیز جدید بیاندازند، بسیار مهم است کاری کنید که آن چیز برایشان جالب باشد. بهترین راه برای انجام این کار هم اجرای نمایش‌ها در فواصل زمانی نزدیک به هم است. در روش پیشروی آهسته احتمالاً از آنها می‌خواهید تا نگاهی به ویدیو یا هر وسیله دیگری که دارید که به دستشان داده اید بیاندازند. 1 هفته بعد آنها را به یک نشست کوچک خانگی دعوت می‌کنید. 1 ماه بعد از آنها می‌خواهید در همایش بزرگ شرکت حضور یابند. ماه بعد تماس می‌گیرید و از ایشان برای حضور در جلسه معرفی گروهی در محل شرکت دعوت می‌کنید. این روند آهسته کار را بسیار دشوار می‌کند، زیرا بین هر تماس حواس آنها دوباره درگیر زندگی می‌شود. درست مانند این است که هر بار دارید از نو شروع می‌کنید. به عبارت دیگر، اگر آنها ویدیویی شما را تماشا کردند، بی‌معطلی در قالب نوعی از گردهمایی‌ها جلسه معرفی را برگزار کنید. بعد از آن اگر لازم بود نوبت یک همایش بزرگ برای اثبات جمعی است، در آخر هم انجام مراحل پایانی یا هر برنامه و ترتیب دیگری که شرکت شما پیشنهاد می‌دهد و همه این کارها را در طول 1 هفته انجام دهید تا فرصت درک این حقیقت که چطور می‌توانند زندگی خود را متحول کنند در اختیارشان گذاشته باشید. پرسش‌ها و بهانه‌ها. شما در هر گام از روند انجام کار با پرسش‌ها و بهانه‌های گوناگون مواجه خواهید شد. این امری طبیعی است. بسیاری از اوقات مشتری احتمالی شما آنها را مطرح می‌کند تا نشان دهد فرد باهوشی است. آنها دلشان نمی‌خواهد به سادگی قابل دسترس جلوه کنند. بنابراین بهانه می‌گیرند تا احساس بهتری داشته باشند.
اینکه شما چگونه به آنها پاسخ می‌دهید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر از موضع دفاع برآیید، تخم تردید در دلشان خواهید کاشت و اگر اهانت‌آمیز برخورد کنید، برای همیشه آنان را از خود رانده‌اید. به یاد داشته باشید، هدف ما آموزش و ایجاد درک درست است. قرار نیست پیروز بحث‌ها باشید. کار ما کمک به افراد نابینا برای دیدن حقیقت است. هنگامی که فرد پرسشی منفی یا بهانه‌ای مطرح می‌کند، در واقع یکی از نقاط کورش را به شما نشان می‌دهد. یافتن این نقاط بسیار مفید است، زیرا شما می‌توانید با روشن کردن نقاط کور به هر مشتری احتمالیتان کمک کنید. من می‌خواهم چند تکنیک ویژه را که کمکتان می‌کند تا از عهده بهانه‌ها برآیید را بگویم. اما آنچه می‌خواهم به خاطر بسپارید و زمان بیشتری رویش تمرکز کنید، مفاهیمی است که در بالا توضیح دادم. تکنیک‌ها همواره در حال تغییرند، اما مفاهیم زمان ندارند. من دریافتم که بهانه‌ها به 2 دلیل بیان می‌شوند. دلیل نخست باور ناکافی مشتری‌های احتمالی به توانایی‌هایشان است. آنها از موفقیت خود در این راه مطمئن نیستند. دلیل دوم هم باور ناکافی به بازاریابی شبکه‌ای است. آنها مطمئن نیستند که بازاریابی شبکه‌ای بتواند برای رسیدن آنان به رویاهایی که در زندگی دارند کمکشان کند. در هر دو مورد مفهوم همراهی به این معنا که شما چطور با مردم ارتباط برقرار می‌کنید کمکتان می‌کند. بهترین روشی که من برای برقراری ارتباط با مردم سراغ دارم این است که بگذارید آنها بدانند شما هم مثل خودشان هستید. اینکه شما هم تردیدها، پرسشها و ترسهای مشابهی داشته اید، اما توانسته اید همه آنها را از سر بگذرانید. باور کنید یا نه، بازگو کردن داستان خودتان و داستان افراد دیگر از هر چیز دیگری در فائق آمدن بر بهانه‌ها مؤثرتر است. یک تکنیک قدیمی به نام میفهمم، حس کردم، یافتم وجود دارد. این تکنیک برای مفهوم همراهی بسیار کارساز است. هنگامی که مشتری احتمالی بهانه‌ای را مطرح می‌کند، شما پاسخ می‌دهید میفهمم شما چه حسی دارید. من هم همین حس را داشتم. اما آنچه یافتم، همیشه می‌توانید از این تکنیک بهره ببرید و به موفقیت برسید. همچنین می‌توانید بسته به آنچه خود و مشتری احتمالیتان تجربه کرده اید، آن را تغییر دهید. هنگامی که مشتری‌های احتمالی توانایی‌های خود را به اندازه کافی باور ندارند. بهانه‌های معمول در این بخش شامل این موارد است: من پول ندارم، من وقت ندارم، این کار من نیست، من فروشنده نیستم، من چیزی بلد نیستم، یا من زیادی پیرم، زیادی جوانم، تجربه‌ای ندارم و حرف‌های از این قبیل. برخی افراد روش‌هایی را به کار می‌برند که خود را باهوش و مشتری‌های احتمالی را احمق جلوه می‌دهند. شما پول ندارید؟ تلفن همراه که دارید، به رستوران که می‌روید و غیره. پس پول زیادی دارید. بی خیال. بهتر است از خواب بیدار شوید. یا شما وقت ندارید؟ تا کی می‌خواهید با این واقعیت تلخ زندگی کنید؟ اگر می‌خواهید زندگیتان تغییر کند، باید خودتان را تغییر دهید. با خواندن این جمله‌ها چه احساسی پیدا کردید؟ اگر فردی آنها را مستقیما به خود شما بگوید چه حالی پیدا می‌کنید؟ بعد اینطور نیست؟ روش بهتر آن است که با فرد مورد نظر ارتباط برقرار کنید و داستان خودتان را برایش بگویید. هنگامی که کسی به شما میگوید من الان پول کافی ندارم، من پاسخ میدهم من هم با همین مشکل مواجه بودم. حتی پول کافی برای پرداخت قبض‌هایم نداشتم، چه رسد به شروع یک کسب و کار جدید. اما وقتی بهش فکر کردم متوجه شدم اگر حالا پول کافی برای قبض‌هایم ندارم، چطور می‌خواهم در آینده این موضوع را تغییر بدهم؟ از اینکه همیشه عقب می‌ماندم خسته شده بودم. از اینکه همیشه در حال دست و پا زدن بودم خسته شده بودم. سهم بیشتری از زندگی می‌خواستم. می‌دونید چه کار کردم؟ یک راه حل برای مشکلم پیدا کردم و این بهترین تصمیمی بود که در تمام عمرم گرفتم. بگذارید چیزی از شما بپرسم. اگر واقعا احساس می‌کنید فرصتی پیدا شده تا سکان آینده مالی زندگی خود را در دست بگیرید، فکر می‌کنید می‌توانستید راه حلی برای انجام آن بیابید؟
از هر 10 نفر 9 نفر میگویند که چنین راه حلی را میافتند. باز میگویم لازم نیست عین این کلمات را تکرار کنید. تنها روی مفهوم متمرکز شوید. من به آنها میگفتم که مانند آنها بودم، با همان بهانه و پرسش ها. از دردهایم برایشان میگفتم و میگفتم که راه حلی یافتم. به این ترتیب به هم پیوند میخوردیم، با هم ارتباط برقرار میکردیم. گویی هر دو سوار بر قایقی بودیم که امیدها و آرزوهای یکسانی را حمل میکرد. و اگر داستان شخصی مشابهی با آنان نداشتم تا تعریف کنم، داستان فرد دیگری را برایشان بازگو می‌کردم. داستان‌های بسیاری در شرکت شما وجود دارد که برای موقعیت‌های گوناگون مناسبند. پس هنگامی که مشتری احتمالی بهانه خود را بیان می‌کند، شما می‌توانید بگویید می‌دانم منظورتان چیست. من هم دوستی دارم که دقیقاً همین مشکل را داشت. بگذارید داستانش را برایتان تعریف کنم. متوجه هستید که با این روش چگونه میتوان بهانه‌های ناشی از باور کم فرد به خود و زندگیش را کاهش داد. این مفهومی بسیار ساده و کارآمد است و نتیجهش انسان را به حیرت وامی دارد. هنگامی که افراد بازاریابی شبکه‌ای را به اندازه کافی باور ندارند. این بخش شامل این بهانه هاست. دارید درباره بازاریابی شبکه‌ای حرف میزنید؟ این هم از آن کارهاست. این یک سیستم هرمی است. من علاقه‌ای به بازاریابی چند سطحی ندارم. دوست ندارم مزاحم دوستانم شوم. خود شما چقدر درآمد دارید؟ اجازه دهید با جمله‌ای آغاز کنیم که در شغل ما بیش از موارد دیگر مردم را می‌ترساند. دارید در رابطه با بازاریابی شبکه‌ای حرف می‌زنید؟ یا عبارت مشابهی مانند این هم از آن کارهاست، یا این یک سیستم هرمی است، و یا من علاقه‌ای به بازاریابی چند سطحی ندارم. بعضی از افراد با شنیدن چنین پرسش‌های عصبی می‌شوند. آنها می‌گویند سیستم هرمی مثل تمام سازمان‌هایی که در دنیا وجود دارد، مثل ساختار شرکتی. منظورتان این است؟ به جای عصبانی شدن از مشتری‌های احتمالیتان، بهتر است دریابید که ریشه این گونه پرسش‌ها کجاست. تجربه به من نشان داده که بیشتر آنها یا کسی را میشناسند که وارد این کار شده و شکست خورده، یا خودشان چنین تجربه‌ای را داشتند و معمولاً به روش بلیت قرعه کشی که در بخش‌های پیشین برایتان توضیح دادم با آن برخورد کرده و شکست خوردند. این سناریو برای 90% افراد که چنین پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند کارایی دارد. 10% باقی مانده فرصت‌های مشابه را شنیدند و گوششان از قول‌هایی برای زود پولدار شدن پر است. اگر این پرسش‌ها را آمیخته با نوعی احساس بیان کنند، متوجه می‌شوم که از قبل با موضوع درگیر بودند. بنابراین پاسخ می‌دهم: صبر کنید ببینم، شما تجربه این کار را دارید؟ چه اتفاقی برایتان افتاد؟ شما در بازاریابی شبکه‌ای کار کرده اید؟ سپس اجازه می‌دهم داستانشان را برایم تعریف کنند. این کار سفره دلشان را باز و حس دفاعیشان را کم می‌کند. به علاوه به شما این فرصت را می‌دهد تا پرسش‌هایی درباره تجربه آنان مطرح کنید. بگذارید برایتان مثالی بیاورم. من داشتم مراحل دعوت را انجام می‌دادم که مشتری احتمالیم گفت: یک لحظه صبر کن. داری درباره بازاریابی شبکه‌ای حرف می‌زنی؟ و این حرف را با احساس خاصی بیان کرد. من پاسخ دادم: شما داستانی برای گفتن دارید؟ قبلا در بازاریابی چند سطحی کار کرده اید؟ چه اتفاقی افتاد؟ او گفت: بله، چند سال پیش در شرکتی کار می‌کردم. تعدادی محصول فروختم و تمام پولم را از دست دادم. پاسخ دادم: فکر می‌کنید دلیل موفق نشدنتان چه بود؟ او گفت: خب دوستم گفت که وارد آن کار شوم. من زمان زیادی نداشتم و فکر می‌کردم افراد زیادی به آن وارد خواهند شد، اما این اتفاق نیفتاد. فکر می‌کنم علاقه‌ام را به مرور از دست دادم. پاسخ دادم: فکر می‌کنید به اندازه کافی تلاش کرده بودید؟ او گفت: نه واقعا. گفتم: فکر می‌کنید مشکل از بازاریابی شبکه‌ای بود یا اینکه زمان مناسب را برایش صرف نکردید؟ او گفت: به احتمال زیاد مشکل از زمان بود. متوجه روند کار شدید؟ من هزاران گفتگو مانند این داشتم که همگی با هم متفاوت بودند، اما اگر چند سوال بپرسید و دوستانه پیش بروید،
موقعیت خوبی برای کمک به آنان برای رهایی از نقاط کورشان و نگاهی دوباره به فرصت پیش رو به دست خواهید آورد. به علاوه می توان با گفتن اینکه شما هم همین پرسش ها و بهانه ها را داشته اید با آنان ارتباط برقرار کنید و درباره روشی که برای پشت سر گذاشتن آنها پیدا کردید حرف بزنید. اگر کسی در گفتگو با من از کلمه هرمی استفاده کند، پاسخ همیشگی من این است: نه، سیستم های هرمی غیرقانونی اند و هرگز خود را درگیر موضوعات غیرقانونی نمی کنم. به کسانی که پرسش هایی بدون درگیری احساسی مطرح می کنند هم این گونه پاسخ می دهم: بله، این بازاریابی شبکه‌ای است. چیزی درباره‌اش شنیده اید؟ به این ترتیب باز پرسشی را مطرح می کنم و منتظر پاسخ می مانم. سپس با استفاده از آن پاسخ‌ها پرسش‌های بیشتری مطرح می‌کنم و در طی همین مراحل به هدفم برای آموزش و ایجاد درک درست میرسم. جمله دوست ندارم مزاحم دوستانم شوم کمی فرق دارد. من بار دیگر داستان خودم یا داستان فرد دیگری را تعریف می‌کنم. سپس می‌پرسم چه چیز باعث می‌شود فکر کنید که مزاحم دوستانتان می‌شوید؟ یا اگر واقعاً محصول را باور داشته باشید، باز هم درباره‌اش با دوستانتان حرف نمی‌زنید؟ یا اگر به شما نشان بدهم که ما چطور این محصول را به دیگران معرفی می‌کنیم بدون آنکه حس بازار دستفروشان را ایجاد بکنیم، کمکی به رفع این حس در شما خواهد کرد؟ آخرین پرسش در این قسمت خود شما چقدر درآمد دارید است. اگر تا آن موقع به درآمدزایی رسیده باشید، این پرسش عالی است. اما اگر نرسیده اید، پاسختان بستگی به مدت زمان ورودتان به این کسب و کار دارد. اگر تازه کارید، می توانید بگویید که تازه کار را آغاز کرده اید. اگر مدتی است به این کار مشغولید و هنوز به درآمد قابل قبولی دست نیافته اید، می توانید بگویید به صورت پاره وقت کار می کنید و با آینده‌ای که پیش رو دارید بسیار امیدوارید. همچنین می توانید بگویید که از کار در این شرکت هیجان زده اید، زیرا می دانید که اگر چیزی را تغییر ندهید، اوضاعتان هم تغییر نخواهد کرد. روش دیگر پاسخگویی به این پرسش آن است که داستان خودتان را بازگو کنید، سپس داستان افرادی را که به درآمدهای بالاتری دست یافتند را تعریف کنید. حتی می توانید پیشنهاد تماس تلفنی با آن افراد را بدهید تا دوستتان احساس راحتی و اطمینان بیشتری پیدا کند. همه اینها نیاز به تمرین دارد. اما اگر مفهوم را درک کرده باشید، کار برایتان آسان‌تر خواهد شد. موضوع دیگری که باید خوشحالتان کند این است که در ادامه کار نیز تنها با همین پرسش‌ها و بهانه‌ها روبرو خواهید شد. پرسش جدیدی در راه نیست. آنچه در این بخش گفتم همه آن چیزی است که رخ می‌دهد. به یاد داشته باشید که هدف ما تنها آموزش و ایجاد درک درست است. این بخشی است که هدف را برایمان تبدیل به واقعیت می‌کند. بخش 8، مهارت شماره 5. به مشتری احتمالیتان کمک کنید تا به مصرف کننده یا توزیع کننده تبدیل شود. این مهارت نتیجه فرعی پیگیری حرفه‌ای است. همچنان که از یک نمایش به نمایش بعدی می روید، هدف آموزش و ایجاد درک درست به ثمر می نشیند. اما این بدان معنا نیست که مشتری احتمالی جلو می آید و از شما می خواهد تا برگه سفارش محصول یا فرم ثبت نام ورود به این کسب و کار را به او بدهید. این وظیفه شماست که آنان را به سوی چنین تصمیمی هدایت کنید. کلید موفقیت در این مرحله داشتن ترکیبی از رفتار خوب و مناسب و طرح پرسش‌های خوب و مناسب است. رفتار خوب و مناسب یعنی حالتی که شما به خود می‌گیرید. کلمات و عملکرد شماست که باعث می‌شود مشتری احتمالیتان برای پیوستن به فرصت کاری پیشنهادی شما اعتماد کند یا تخم تردید و دودلی در قلبش کاشته شود. در سالهای نخست رفتار من افتضاح بود. من به جای دنبال کردن هدف شرافتمندانه آموزش و ایجاد درک درست، سعی در شکار آدم‌ها داشتم و مشتری‌های احتمالیم این قصد مرا حس می‌کردند. من به صورت احساسی به درآمد ناشی از این کار وابسته بودم. حتی می‌توان گفت محتاج بودم. هر بار که به این قسمت از کار می‌رسیدم، واقعاً و از ته دل آن را می‌خواستم. مشتری احتمالیم هم این وابستگی احساسی مرا نیز حس می‌کرد و وحشت زده پا به فرار می‌گذاشت. در میان این همه کار بی نتیجه و نفهمیدن دلیل واقعی آن، کم کم مطمئن شدم که مردم علاقه‌ای به این کسب و کار ندارند.
این اطمینان کم کم بر همه چیز تأثیر گذاشت و نتیجه قابل پیش بینیش هم نپیوستن قطعی مشتری‌های احتمالی بود. من بیشتر اوقات آنطور که باید آماده کار نبودم. برگه‌های ثبت نام، وسایل شروع کار و هر چه را که لازم بود همراه خود نمی بردم. فکرش را بکنید که چنین رفتاری چه تأثیری بر مشتری‌های احتمالیم می‌گذاشت. کمترین تأثیرش آن بود که نشان می‌داد من نه باور کافی به این کار دارم و نه در آن حرفه‌ای هستم. به جای طرح کردن پرسش‌های درست و گوش دادن به پاسخ‌ها، فقط حرف می‌زدم. گویی بیشتر می‌خواستم جلب توجه کنم تا جلب علاقه و اعتماد. مشتری‌های احتمالی از این رفتار خوششان نمی‌آمد. هیچ کس از چنین رفتاری خوشش نمی‌آید. بنابراین بار دیگر به دنبال الگوهایم در کار حرفه‌ای رفتم. عملکرد بهترین افراد را زیر نظر گرفتم و از ایشان تقلید کردم. با بهترین افراد صحبت کردم تا بفهمم آنان چه کار متفاوتی انجام می‌دهند و آرام آرام آنچه را که باید می‌دیدم دیدم. نخستان که فهمیدم حرفه‌ای‌ها هیچ وابستگی احساسی به نتیجه کار و درآمد ناشی از آن ندارند. به عبارت دیگر، هدف آنان آموزش و ایجاد درک درست است و همزمان به مشتری احتمالیشان کمک می‌کنند تا تصمیمی بگیرد که زندگیش را متحول خواهد کرد. آنها نقطه مقابل آدم محتاج بودند. هرگز تلاش نمی‌کردند کسی را شکار کنند، بلکه صادقانه سعی می‌کردند به دیگران یاری برسانند. دوم آنکه دریافتم آنها به روش کاریشان اطمینان کامل دارند. آنان از ورود افراد مطمئن هستند، زیرا باورشان بر این فرصت کاری و سودی که به مشتری‌های احتمالیشان میرساند بسیار نیرومند و قوی است. آنها همچون صخره محکمند. بسیاری از آنان وقتی با پاسخ منفی کسی روبرو میشوند تعجب میکنند. سوم، برایم بسیار جالب بود که دریافتم آنها خودشان را همانند محصول یا فرصت کاری بالا میبرند. منظورم این است که آنان با گفتن تو من را داری به مشتری احتمالی کمک میکنند تا تصمیم درست را اتخاذ کند. منظورشان از این جمله این نیست که من هر کاری در توانم باشد برای شما انجام میدهم، بلکه بیشتر چیزی شبیه این است: ما یک محصول بی‌نظیر و یک فرصت کاری عالی داریم، اما من قصد دارم تا بالاترین سطح رشد کنم و ما با هم این کار را انجام خواهیم داد. این حرف به مشتری‌های احتمالی آرامش و اطمینان خاطر می‌دهد، زیرا می‌دانند مجبور نیستند همه چیز را به تنهایی یاد بگیرند. چهارم، آنها همیشه آماده‌اند. آنها همیشه تمام آنچه برای آشنا کردن یک فرد با کسب و کار لازم است را همراه خود دارند. و پنجم، آنها بعد از هر سوال دیگری می‌پرسند و شنونده‌های بسیار خوبی هستند. درست مانند مشاوری که می‌خواهد به شخصی کمک کند. بهترین مشاوران دنیا هم پیش از دادن راه حل مجبورند چند پرسش مطرح کنند. حرفه‌ای‌های بازاریابی شبکه‌ای هم از این پرسش‌ها به عنوان قدرتمندترین ابزار بهره می‌برند. همانطور که می‌توانید تصور کنید، مدتی طول کشید تا من همه اینها را فهمیدم و این تازه نیمی از نبرد من بود. داشتن اطلاعات لازم یک چیز است و به کار بردن آنها موضوع دیگری است. من به اندازه حرفه‌ای‌ها با استعداد نبودم، اما می توانستم آنها را الگو قرار دهم. بنابراین به طور عملی کار را شروع کردم، درست همان گونه که آنان کار می کردند. نقش آدم‌های بی‌احساس را بازی کردم، هرچند در ابتدا کار دشواری بود و واقعیت نداشت. سعی کردم نقش آدم‌هایی را بازی کنم که از ورود مردم به این کسب و کار اطمینان دارند، هرچند در ابتدا چنین اعتقادی در دل نداشتم. شروع کردم به گفتن اینکه شما من را دارید، با وجودی که فکر نمی کردم این امر چندان فایده‌ای برایشان داشته باشد. همیشه آماده بودم، پرسش‌های فراوانی مطرح می کردم و تمرکزم را روی جلب علاقه و اعتماد گذاشتم و نه جلب توجه. با گذشت زمان نقش بازی کردن کم و کمتر شد و باور واقعی در دلم بیشتر و بیشتر. همین اتفاق می تواند برای شما هم بیفتد. حال بیایید درباره پرسش‌ها حرف بزنیم. اگر یک مشاور اقتصادی بودید و شغلتان یافتن فرصتی مناسب برای مشتریتان بود، چه کار می کردید؟ آن وقت پرسش‌های درست را مطرح می کردید؟
برای کمک به یک مشتری احتمالی برای اتخاذ تصمیم مثبت درباره فرصت پیشنهادیتان نیز باید همین کار را انجام بدهید. اما به جای پرسیدن نظرتان چیست که راه به جایی نخواهد برد، یاد بگیرید پرسش‌هایی را مطرح کنید که به تصمیم مثبت منتهی شوند. برای مثال، این کار به نظرتان منطقی می آید؟ کدام قسمت از آنچه تماشا کردید را بیشتر دوست داشتید؟ خیلی هیجان انگیز است، اینطور نیست؟ متوجه هستید که این می تواند چه فرصت خوبی برای شما باشد؟ در میان این پرسش‌ها آنچه من بیشتر از همه استفاده می کنم، کدام قسمت را دوست داشتید است؟ پاسخ این پرسش تقریباً همیشه مثبت است و سرنخ‌هایی را در اختیارتان می‌گذارد که علایق فرد را نشان می‌دهد. پس از آن دوست دارم بگویم اجازه دهید چیزی از شما بپرسم. بین 1 تا 10 که 1 کمترین علاقه و 10 بیشترین علاقه برای ورود فوری به این کسب و کار را نشان می‌دهد، کدام عدد را انتخاب می‌کنید؟ آنها عددی را اعلام می‌کنند و از روی آن عدد می‌توان فهمید که به اطلاعات بیشتری نیاز دارند یا اینکه برای وارد شدن آماده‌اند. اگر حس کردید به اطلاعات بیشتری نیاز دارند، آنان را به نمایش بعدی که کمکشان می‌کند تا به آنچه می‌خواهید برسید، راهنمایی کنید. اما اگر احساس کردید که آماده‌اند کار را شروع کنند، 4 پرسش را مطرح کنید. این 4 پرسش مهم نتایج محکم و ثابتی در شغل من به همراه داشتند. اگر آنها را بیاموزید و به کار بگیرید، از تعداد کسانی که می توانید کمکشان کنید حیرت زده خواهید شد. پرسش 1. بر اساس آنچه اکنون دیده اید، اگر می خواهید به صورت پاره وقت در این شرکت آغاز به کار کنید، حدس می زنید به چقدر درآمد ماهیانه نیاز دارید تا ارزش وقتی را که صرف می کنید را داشته باشد؟ بیشتر توضیح کنندگان به جای طرح چنین پرسشی چیزی شبیه به این میپرسند: دوست دارید $10,000 درآمد در ماه داشته باشید؟ شما این کار را نکنید. به جای آنکه نظرتان را مطرح کنید، از آنان بخواهید ارزش زمانی را که صرف این کار میکنند بگویند و منتظر پاسخ بمانید. پرسش 2. تقریباً چند ساعت در هفته را میتوانید برای رسیدن به چنین درآمد ماهیانه‌ای اختصاص بدهید؟ اکنون آنها نیاز دارند کمی فکر کنند و نگاهی به تقویم ذهنی خود بیاندازند تا ببینند حاضرند چقدر از زمانشان را روی چنین درآمد ماهیانه‌ای سرمایه گذاری کنند. پرسش 3. با این میزان ساعت در هفته چند ماه باید کار کنید تا به چنین درآمدی برسید؟ این پرسش آنان را به فکر درباره میزان تعهد کاری که برای دست یافتن به پاسخ پرسش اول نیاز است فرو میبرد. پرسش 4. اگر به شما نشان بدهم که چطور میتوانید به درآمدی معادل پاسخ خودشان به پرسش اول در ماه با پاسخ خودشان به پرسش 2 ساعت کاری در هفته در طول پاسخ خودشان به پرسش 3 ماه برسید، آماده اید کار را آغاز کنید؟ بیشتر اوقات پاسخ این پرسش مثبت است. هنگامی که فرد میگوید بله، البته، نشانم بدهید، شما می توانید برنامه پاداشدهی شرکت را درآورید و با استفاده از آن یک طرح منطقی برای رسیدن به اهداف او ترسیم کنید. موقعیت‌های نادری هم وجود دارد که افراد عددهای نامعقولی را به شما اعلام می کنند. آنها ممکن است درآمدی ماهیانه $10,000 را دوست داشته باشند. آن هم با 2 ساعت کار در هفته و در طول 1 ماه. البته این اتفاق به ندرت پیش می آید، اما ممکن است رخ دهد. اگر با چنین موقعیتی روبرو شدید، مانند یک مشاور عمل کنید و بگویید خیلی متاسفم، اما انتظار شما خیلی زیاد است. شما می توانید به درآمد ماهیانه $10,000 برسید، اما این به ساعات کاری بیشتری در هفته و ماه نیاز دارد. اگر تمایل دارید انتظارتان را تغییر بدهید، به صحبتمان ادامه بدهیم. اگر برای این 4 پرسش پاسخ مثبت دریافت نکردید، ایرادی ندارد. معنایش این است مشتری احتمالی شما پیش از آماده شدن به چند نمایش دیگر نیاز دارد. بنابراین زمان نمایش بعدی را قطعی کرده و پس از پایان آن این مراحل را بار دیگر تکرار کنید.
این مهارت نیاز به تمرین دارد، اما مهارتی است که همیشه به کارتان می آید. اگر از دیدن تعداد زیاد افرادی که مشغول فکر کردن هستند و هنوز پاسخ مثبت ندادند خسته شده اید، این مهارت کمکتان خواهد کرد. بخش نهم، مهارت شماره 6. به توزیع کننده تازه کار خود کمک کنید شروع درستی داشته باشد. در بازاریابی شبکه‌ای مردم تلاش، پول و زمان زیادی سرمایه گذاری می کنند تا افرادی را وارد کسب و کار خود کنند. سپس توزیع کنندگان تازه کار خود را رها می کنند تا خودشان از همه چیز سر درآورند و به این ترتیب تمام آن سرمایه گذاری را برباد می دهند. حرفه‌ای‌ها چنین کاری نمی کنند. آنها انتظارات معقولی را برای توزیع کننده تازه کار برنامه ریزی کرده و کمک می کنند تا به نتایج سریعی دست یابد. سپس او را در مراحل مختلف کار راهنمایی و هدایت می کند. من آنقدر خوش اقبال بودم که یک مربی کهنه‌کار داشتم. آقای مایکل نلسون که در هدایت توزیع کنندگان تازه کار بسیار ماهر بود. مایکل بالاسری من نبود، اما بی تردید بزرگترین رهبر بازاریابی شبکه‌ای در شهر ما بود. به علاوه او تجربه فراوانی در این شغل داشت. بنابراین من به هر چه می گفت گوش دادم. به هر چه انجام میداد نگاه کردم و از او یک دنیا سوال پرسیدم. او در آن روزها دفتر کوچکی نزدیک خانه من داشت و من همیشه برای آموختن چیزهای تازه به آنجا می رفتم. مایکل در جذب افراد بسیار موفق بود و همیشه افراد جدیدی را به این کسب و کار وارد می کرد. از آن مهمتر افراد مایکل کارشان را خیلی خوب انجام می دادند. این اتفاقی بود که برای من نمی افتاد. افراد انگشت شماری که من وارد کرده بودم هیچ کاری انجام نمی دادند. همچنان که رفتار مایکل را بررسی می کردم دریافتم که او هر بار با یک توزیع کننده جدید قرارداد می بندد برنامه‌ای برایش ترتیب می دهد که نامش را گفتگوی برنامه اجرایی گذاشته است. تصمیم گرفتم از او الگو برداری کنم. بنابراین دفعه بعدی که او با یک توزیع کننده تازه کار قرار ملاقات گذاشت، من هم پشت سرشان نشستم. آنقدر نزدیک بودم که می توانستم از صحبتهایشان یادداشت بردارم. چندین بار این کار را تکرار کردم و در کمال شگفتی دریافتم که او دقیقاً همان گفتگو را هر بار تکرار می کند. فکر کردم اگر آن گفتگو را یاد بگیرم، این فرصت را دارم که به نتایجی همچون دست یابم. گفتگوی برنامه اجرایی، قسمت اول. مایکل برای افرادی که به تازگی به بازاریابی شبکه‌ای پیوسته بودند احترام زیادی قائل بود. می گفت تبریک می گویم که چنین تصمیمی گرفتی. از اینکه مسئولیت زندگیت را بر عهده گرفته‌ای به تو افتخار می کنم. از حالا به بعد همه چیز برای خودت و خانواده‌ات تغییر خواهد کرد. این سخنان کمتر از 5 دقیقه زمان می برد، اما در پایان گفتگو تهمانده تردیدی هم که آنان از اتخاذ چنین تصمیمی در دل داشتند از میان می رفت و احساس خوبی پیدا می کردند. گفتگوی برنامه اجرایی، قسمت دوم. مایکل کار چیدمان انتظارات افرادش را برایشان انجام می داد. خوب می دانست که اغلب مردم با انتظارات غیر واقعی وارد کسب و کار ما می شوند. بنابراین همیشه 3 نکته را یادآوری می کرد. اگر در این کسب و کار به موفقیتی دست یافتی، کار خودت است، نه من. و اگر در آن شکست خوردی، خودت موجباتش را فراهم کرده ای، نه من. تو تنها تفاوت میان پیروزی و شکست هستی. من اینجا هستم تا تو را در هر گام از این مسیر راهنمایی کنم، اما نمیتوانم آن را به جای تو طی نمایم. من اینجا هستم تا در کنار تو کار کنم، اما نه برای تو. وای، این گفتگویی بسیار جدی بود و با آنچه من در ملاقات با افراد تازه کار می گفتم بسیار تفاوت داشت. من می گفتم من به خاطر کاری که شما انجام می دهید پاداش می گیرم، پس برای شما کار می کنم. خب، فکر می کنید چنین جمله‌ای چه انتظاری در ذهن توزیع کنندگان جدید من به وجود می آورد؟ همچنین می گفتم ما قرار است با همین کسب و کار را بسازیم، چیزی که در واقع حقیقت نداشت. آنها باید کسب و کار خودشان را می ساختند. من می توانستم منبع الهام بخششان باشم، اما نمی توانستم آن را
برایشان انجام بدهم. نکته بعدی که مایکل می گفت این بود: وظیفه من این است که کمکت کنم تا هرچه سریعتر از من مستقل شوی. موافق هستی که این هدف درستی است؟ این حرف هم بسیار جدی اما منطقی بود. من در آن موقع تیمی داشتم که بیش از حد به من وابسته بودند و تنها زمانی کار انجام میدادند که من مجبورشان میکردم. اما مایکل تیمی داشت که بدون کمک او هم به کار خود ادامه میدادند. او خود را همانند سازی و آزاد کرده بود، کاری که من انجام نداده بودم. این باعث شده بود مایکل معلم تیمش باشد، نه اسیران. او مهارت‌های لازم را به افرادش آموزش میداد، سپس آنان به طور مستقل عمل می‌کردند و کسب و کار خود را گسترش می‌دادند. سومین نکته‌ای که او می‌گفت آن بود که در این کسب و کار بالا و پایین‌های بسیاری وجود دارد، روزهای خوب و روزهای بد. هنگامی که شما با من تماس نمی‌گیری، در نشست‌های حضوری شرکت نمی‌کنی، در دسترس نیستی یا اینکه شروع به گله‌گذاری و بهانه تراشی می‌کنی، من می‌فهمم که روزهای بدی را می‌گذرانی. وقتی چنین اتفاقی برایت بیفتد که البته برای همه می‌افتد، می‌خواهی چه برخوردی با تو داشته باشم؟ دوست داری تنهایت بگذارم یا اینکه پیگیر باشم و دلیل ورودت به این کار را یادآور شوم؟ این حرف بسیار هوشمندانه بود، زیرا حقیقت این بود که هر کسی دچار تردید می شود. او به آنان می گفت که چنین حسهایی طبیعی است و در این حال روابطش را با آنان محکمتر می کرد تا بتواند در زمان چنین اتفاقی آنها را به مسیر برگرداند. کاری که مایکل با گفتن این سه نکته انجام میداد تفاوت فراوانی با یک دنیا قولی داشت که من به افراد میدادم، مانند تفاوت میان شب و روز. در روش من توزیع کننده عقب می نشست و منتظر می ماند تا من وارد عمل شوم و اگر من سرم شلوغ بود یا به دلایلی نمی توانستم کمکش کنم، به هدف آسانی برای سرزنش و پیش نرفتن کار تبدیل می شدم. افراد مایکل با بهره‌گیری از روش درست او خیلی زود مستقل می شدند. او هر از گاهی آنان را هدایت می کرد، اما هرگز به تیمش اجازه نمی داد او را به بهانه‌ای برای نتایج ضعف خود تبدیل کنند. در حالی که توزیع کنندگان من ناامیدانه دست و پا می زدند، افراد او پیشرفت می کردند. گفتگوی برنامه اجرایی، قسمت سوم. مایکل یک چکلیست شروع کار درست کرده بود که به افراد جدید کمک می کرد تا به بالاترین حد موفقیت دست یابند. البته این چکلیست برای شرکت‌های مختلف متفاوت خواهد بود، اما مفهوم کلی آن دستیابی به نتایج سریع است. در اینجا به چند مثال از مواردی که می توانید در چکلیست خود بگنجانید اشاره می کنم. 1. اطمینان حاصل کنید که توزیع کننده تازه وارد شما محصولات را در اختیار دارد. کالاهایی که یک شرکت تولید می کند و باید توسط توزیع کنندگانش مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین اطمینان حاصل کنید که توزیع کننده شما چنین کاری را انجام می دهد. این تعهد بسته به شرکتی که در آن کار می کنید ممکن است به صورت ماهانه باشد. بسیار مهم است که افراد وابستگی احساسی به محصولات پیدا کنند و این تنها زمانی اتفاق می افتد که آنان خود از محصولات استفاده کرده و از آن راضی بوده باشند. علاوه بر این بسیاری از شرکت‌ها محصولاتی دارند که می توانند به صورت سمپل یا نشان شرکت در معرض نمایش قرار بگیرند. در چنین مواردی توزیع کنندگان تازه وارد باید آنها را در اختیار داشته باشند تا در صورت نیاز به افراد خود ارائه دهند. 2. اطمینان حاصل کنید که توزیع کننده تازه وارد شما وسایل کمک آموزشی مورد نیاز را در اختیار دارد. ما درباره اهمیت این وسایل صحبت کرده ایم. توزیع کننده تازه وارد شما باید چنین تجهیزاتی را در اختیار داشته باشد تا بتواند به مشتری‌های احتمالیش کمک کند. 3. اطمینان حاصل کنید که توزیع کننده تازه وارد شما در ارتباط کامل و درست با شما و شرکت قرار دارد. به او آموزش دهید که چگونه مطالب مورد نیازش را در وبسایت شرکت و وبلاگ‌های اعضای مجموعه پیدا کند. مواردی مانند اطلاعات مربوط به جلسات معرفی و همایش‌هایی در حال برگزاری، ارتباط با رهبران یا کارگاه‌های آموزشی و از این قبیل.
به یاد داشته باشید که هدف ما کمک به آنان برای مستقل شدن در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و این گامی مهم در راستای رسیدن به چنین هدفی است. 4. اطمینان حاصل کنید که توزیع کننده تازه واردتان آگاهی لازم در مورد برنامه پاداشدهی و طرح درآمدزایی شرکت را دارد. در ابتدا نیازی به دانستن جزئیات نیست، اما آنان دست کم باید نکات کلیدی را بدانند و از اتفاق مالی که پس از رسیدن به چند سطح نخست برایشان میافتد آگاهی داشته باشند. 5. اطمینان حاصل کنید که توزیع کننده تازه وارد شما از اطلاعات اولیه درباره چگونگی دعوت مشتری‌های احتمالیش برای آشنایی با فرصت پیش رو برخوردار است. شما می توانید با دادن اطلاعات لازم درباره شیوه دعوت حرفه‌ای از اضافه گویی آنان که کمترین نتیجه را در پی دارد جلوگیری کنید. گفتگوی برنامه اجرایی قسمت 4. مایکل به توزیع کنندگان تازه واردش کمک می کند تا یک برنامه اجرایی برای چند مرحله نخست فعالیتشان تهیه کنند و وادارشان می کرد هر چه سریعتر آن را به اجرا درآورند. او متوجه بود و به من هم کمک کرد تا بفهمم که این یک مسابقه برای کمک به افراد در جهت کسب سریعترین نتیجه است. اگر آنان به موقع به نتیجه مثبت دست یابند، به کار ادامه خواهند داد و اگر این اتفاق نیفتد، برای دست از کار کشیدن بهانه می‌تراشند. شرکت‌ها با هم متفاوت هستند، پس این برنامه اجرایی هم متفاوت خواهد بود. اما به کارهای ساده‌ای فکر کنید که در هفته‌های نخست برای انگیزه دادن به افراد در رسیدن به بهترین نتیجه ممکن انجام بدهید، مانند اینکه چطور می‌توانند نخستین مصرف کننده خود را پیدا کنند، چطور می‌توانند نخستین توزیع کننده خود را به دست آورند، آیا می‌توان تشویقشان کنید تا در نخستین همایش بزرگ شرکت حضور یابند؟ چه قدم‌هایی می‌توانید بردارید تا آنان به نخستین پورسانت یا چک پاداش خود برسند؟ موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای برای من واقعی نبود تا زمانی که نخستین چک پاداشم را گرفتم. هنگامی که چک به دستم رسید، همه چیز تغییر کرد. آن موقع بود که در رویاهایم زندگی بهتری برای خود و خانواده‌ام تصور کردم. کمک کردن به افراد تازه وارد برای رسیدن به چنین حسی بسیار مهم است. گفتگوی برنامه اجرایی قسمت 5. مایکل همیشه کارش را با دادن چند تکلیف ویژه به پایان می برد. چیزی که من آموختم این بود که توزیع کنندگان تازه وارد مشتاق راهنمایی هستند و به تکالیف ساده به خوبی عمل می کنند. مایکل همیشه چنین تکالیفی را در نظر می گرفت و یک دوره زمانی مشخص را برای انجام دادنشان تعیین می کرد. او به توزیع کنندگان تازه کار می گفت که در تاریخ معین شده باید دوباره با یکدیگر نشستی داشته باشند. این کار درست مانند قطعی کردن زمان نمایش برای مشتری‌های احتمالی بود. شما از این نمایش به نمایش بعدی می روید. در حقیقت نمایش‌ها پس از ورود شما به عنوان توزیع کننده نیز هم همچنان ادامه خواهد داشت. حرفه‌ای‌ها هم از این نمایش به نمایش بعدی و از این تکلیف به تکلیف بعدی می روند. هدف کلی از تمام اینها کمک به توزیع کنندگان تازه وارد برای عبور از خط است. هنگامی که کسی کارش را آغاز می کند، همواره خطی میان موفقیت و شکست وجود دارد. یک طرف این خط، مفهوم رها کردن آسانتر از ادامه دادن است و طرف دیگر آن، ادامه دادن آسانتر از رها کردن است دیده می شود. چه چیز می تواند به افراد کمک کند تا از خط بگذرند؟ بستن قرارداد با نخستین مصرف کننده، بستن قرارداد با نخستین توزیع کننده، دریافت نخستین پورسانت یا چک پاداش، حضور در همایش بزرگ شرکت، پیدا کردن دوست در درون سازمان، اعلام مقاصدشان به دنیا، رفتن به سطح بالاتر، مشهور شدن به دلیل رسیدن به موفقیت. صدها مورد دیگر وجود دارد که می تواند به عبور یک فرد از روی خط کمک کند. به عنوان یک حامی وظیفه شما کمک به آنان برای عبور از خط و ایستادن در طرف درست است. یک خط هرگز از میان نمی رود. همیشه آنجاست و شما به عنوان رهبر تیم باید از احساسات افراد خود آگاهی داشته باشید. با این روش می توانید تشویقشان کنید که هرگز دست از رویاهایشان نکشند.
بخش دهم. مهارت شماره 7. برگزاری همایش‌ها. در بازاریابی شبکه‌ای گرد همایی‌ها پولسازند. به همین سادگی. بله، تکنولوژی می‌تواند کمکمان کند تا با مردم در ارتباط باشیم، اما هیچ چیز جای انسان را نمی‌گیرد. گرد هم آمدن و ملاقات کردن با مردم در نشست‌های کوچک، جلسات گروهی یا همایش‌های بزرگ تأثیر عمیقی در موفقیت طولانی مدت و در هر سازمان بازاریابی شبکه‌ای دارد. اما در میان انواع گرد همایی‌ها، همایش‌ها به طور ویژه از بقیه تأثیرگذارترند. یکی از این همایش‌ها همایش سرنوشت است. این همایش که تنها به توزیع کنندگان و اعضای مجموعه اختصاص دارد، می تواند از سوی شرکت شما یا افراد بالاسریتان برگزار شود. شرکت کنندگان همایش سرنوشت اغلب از شهرهای مختلف می آیند، در هتل اقامت می کنند و در برنامه حضور می یابند. بعضی از افراد سعی دارند بگویند که دوره این همایش‌ها در دنیای مدرن امروز به سر آمده و مردم دیگر برای چنین کارهایی سفر نمی کنند. اما من به شما می گویم که چنین افرادی به طور حتم جزو پردرآمدترین افراد در کسب و کار ما نیستند. اگر روش کار افراد موفق در بازاریابی شبکه‌ای را مطالعه کنید، خواهید دید که آنها سنگ بنای سازمان‌های کاری خود را با همایش سرنوشت پایه‌گذاری کردند. دور شدن از محیط روزانه و تمرکز بر رویاها معجزه می‌کند. حتی اگر تنها برای یک آخر هفته کوتاه باشد، شما می توانید از آن برای تمرکز دوباره و تجدید پیمان با آینده بهتر بهره ببرید و نیروی مورد نیاز برای بازگشت به خانه و انجام کارهایی که برای پیشرفت کسب و کارتان لازم است را به دست آورید. شما از برنامه‌هایی که در طول همایش برگزار می‌شوند نیرو می‌گیرید. گاهی فردی سخنی می‌گوید که درست همان چیزی است که شما نیازمند شنیدنش هستید و این مسیر کاریتان را برای همیشه دگرگون خواهد کرد. 20 سال پیش من در یک همایش سرنوشت شرکت داشتم و مردی به نام جانی دنیل این جمله را به من گفت: آدم می‌تواند اندازه یک مرد را با اندازه مشکلاتی که می‌خواهند او را به زیر بکشند بسنجد. این جمله بر قلب من نشست و از آن زمان تا کنون همواره مرا یاری کرده است. هر بار که غمگین و ناراحت می‌شوم، چیزی در درونم می‌گوید: آیا اندازه ایریک همینقدر است؟ و من پاسخ می‌دهم: نه. سپس خود را جمع و جور می‌کنم و پیشرفت را از سر می‌گیرم. سالها حضور در این همایش‌ها لحظه‌های مشابه بسیاری را برایم پدید آورده است. در یکی از همین همایش‌ها بود که دست از سرزنش دیگران برداشتم. در یکی از همین همایش‌ها بود که تصمیم گرفتم یک حرفه‌ای باشم. در یکی از همین همایش‌ها بود که تصمیم گرفتم به بالاترین سطح برسم. در حقیقت اکنون که به پشت سر نگاه می‌کنم، نمی‌توانم لحظه‌ای را در کسب و کارم به یاد آورم که در یک همایش سرنوشت رخ نداده باشد. این همایش‌ها بسیار قدرتمندند. علاوه بر نیرویی که از برنامه‌ها می‌گیرید، پشتوانه محکمی هم به خاطر شرکت در این همایش‌ها به دست می‌آورید. نام این مفهوم اثبات جمعی است و از اهمیت بسیاری برخوردار است. ما به عنوان انسان علاقه زیادی برای گرفتن تایید از منابع خارج از افکار و تجربیات خود داریم. در همایش‌های سرنوشت همکارانی را می‌بینیم که تصمیمی مشابه تصمیم شما گرفتند و این حس خوبی در درونتان ایجاد می‌کند. همچنین می‌بینید که برخی از آنان چگونه بر ترس‌های خود غلبه کرده و به بالاترین سطح شرکت خود دست یافتند. پس شروع به فکر کردن می‌کنید: اگر آنها توانستند، شاید من هم می‌توانم. آنجا همچنین نوعی انرژی جمعی مثبت در جریان است. بیشتر همایش‌های سرنوشت علاوه بر بحث‌های آموزشی، برنامه‌های آشنایی با افراد موفق شرکت را نیز دارند. هنگامی که در نخستین همایشم افرادی را دیدم که روی صحنه می‌رفتند، با خودم گفتم: دفعه بعد من همان بالا خواهم بود. دیدار با کسانی که کارهایی انجام داده بودند که من هنوز انجامش نداده بودم، بسیار الهام بخش بود و باعث شد تا فکر کنم من هم می‌توانم و وادارم کرد با استفاده از آنچه در این همایش‌ها آموخته بودم روی برنامه اجراییم بیشتر کار کنم. علاوه بر این، هیچ دلم نمی‌خواست بدون پیشرفت کاری در همایش بعدی حاضر شوم. این انرژی جمعی مثبت کمکم کرد با ترس‌هایم روبرو شوم
و آن اتفاق را به وجود آورم. علاوه بر این، حضور در اجتماعی که در یک همایش سرنوشت گرد هم آمدند مایه آرامش است. هنگامی که صحبت از بازاریابی شبکه‌ای به میان می‌آید، با یک دنیا پر از مردمی روبرو هستیم که آگاهی درستی از آن ندارند. این می‌تواند شهامت ما را تحت تأثیر قرار دهد، اما هنگامی که در همایش سرنوشت شرکت می‌کنیم، ناگهان میان افرادی قرار می‌گیریم که مانند ما فکر می‌کنند. آنها باورها، امیدها، اهداف و نگرش مثبت ساده‌ای دارند. وقت گذراندن با این گروه بی‌نظیر می‌تواند نیروی لازم برای داشتن گام بعدی را در ما به وجود آورد. هنگامی که به اهمیت همایش‌ها در رسیدن به موفقیت در این کسب و کار پی بردید، باید یاد بگیرید که چگونه آنها را برای سازمان خود برگزار کنید. کار بسیار ساده است. هرچه افرادی که از طرف گروهتان در این همایش‌ها شرکت می‌کنند بیشتر باشد، شما در این کسب و کار به درآمد بیشتری خواهید رسید. رهبران رده بالا دقیقاً می‌دانند که چند نفر در همایش شرکت می‌کند و سعی می‌کنند تا این تعداد را در هر همایش افزایش دهند. درباره‌اش فکر کنید. 2 توزیع کننده که هر کدام 100 نفر در گروه خود دارند را در نظر بگیرید. توزیع کننده الف همایش‌ها را در اولویت نخست خود قرار می‌دهد و همه افراد گروهش را در آنها شرکت می‌دهد. توزیع کننده ب چنین اولویتی را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین تعدادی از افرادش در همایش‌ها شرکت می‌کنند. حال فکر می‌کنید کدام گروه موفقیت بیشتری به دست می‌آورند؟ حتی نمی‌توان با هم مقایسه‌شان کرد. نخستین گام در توسعه فرهنگ شرکت در همایش‌ها این است که شخصاً پیش از هر فرد دیگری به شرکت در آنها متعهد باشید و به دیگران هم کمک کنید تا همین تصمیم را بگیرند. معنایش این است که خود مثالی برای دیگران باشید و هرگز هیچ همایشی را از دست ندهید. اما همایش دیگری که برگزار می شود، همایش فرصت است. این همایش که توزیع کنندگان و اعضای مجموعه به همراه مشتری‌های احتمالیشان در آن شرکت می کنند نیز می تواند از سوی شرکت شما یا افراد بالاسریتان برگزار شود. این همایش‌های بزرگ در آموزش مشتری‌های احتمالی بسیار تاثیرگذارند. این همایش‌ها شامل برنامه‌هایی برای معرفی محصول و فرصتی است که بازاریابی شبکه‌ای می‌تواند ایجاد کند. تازه کار بودم و نمی‌دانستم که چگونه باید این کسب و کار را راه بیاندازم. پول نداشتم و زمان زیادی هم نمی‌توانستم برایش بگذارم. مشکلاتم هم درست مانند دیگران بود، اما در نخستین همایش فرصت چیزی در من تغییر کرد. به زحمت توانستم خود را به آن همایش برسانم، ولی باید بگویم واقعا تجربه‌ای باور نکردنی بود. صحنه، آدم‌ها و ماجراهایشان بی‌نظیر بود. بین یکی از برنامه‌ها از جای خود برخاستم تا به دستشویی بروم. وقتی که بازگشتم جلوی ورودی سالن خود را در کنار یکی از پیشروترین افراد شرکت یافتم. او به آنچه من آرزویش را داشتم دست یافته بود، حتی بیشتر از آن. همانجا ایستادم و در ذهنم دنبال جمله‌ای هوشمندانه برای گفتن گشتم. سرانجام خود را معرفی کردم و گفتم: راز این کار در چیست؟ امروز می‌دانم که رازی در کار نیست و او می‌توانست همین را به من بگوید، اما در عوض کمی مهربان‌تر رفتار کرد و درس مهمی به من داد که تا امروز در ذهنم مانده است. او گفت: اریک، این سالن را می‌بینی؟ 2000 نفر در اینجا جمع شدند. ما همایش‌های فرصت را سالی چند بار برگزار می‌کنیم. راز همین است. در همایش بعدی نیمی از این افراد نخواهند گشت، اما نیمی دیگر که برمیگردند تعداد آدم‌های این سالن را به 2 برابر می‌رسانند. کار تو این است که در میان آن 1000 نفری که باز می‌گردند باشی و بدان که کار به همینجا ختم نمی‌شود و در همایش بعد از آن نیمی از آن 1000 نفر هم نخواهند آمد، اما 500 نفری که میآیند جمعیت این سالن را 4 برابر می‌کنند. این اتفاق در تمام همایش‌ها تکرار می‌شود. اگر تو به بازگشتن ادامه دهی، روزی خود را در جمع پردرآمدترین افراد سالن خواهی یافت و روی صحنه سخنرانی خواهی کرد و از تجربه‌هایت به دیگران خواهی گفت. گفتم: فقط همین؟ او گفت:
اریک، روشن است که باید در این مدت روی مهارت‌هایت کار کنی، اما تجربه به من نشان داده که اگر همیشه در بین افرادی که در همایش‌های ما شرکت می‌کنند باشی، به درآمد بالایی خواهی رسید. درک این سخنان برای من ساده به نظر می‌رسید. از او تشکر کردم و همانجا تصمیم گرفتم که هرگز هیچ یک از همایش‌های سرنوشت و فرصت را از دست ندهم. این کار آسانی نبود. گاهی خرید بلیت همایش‌ها خود به تنهایی مشکل بزرگی بود، اما من این کار را در اولویت خود قرار داده بودم و همیشه راهی برای خرید آن پیدا می‌کردم. به طور خاص گاهی رسیدن به همایش‌های سرنوشت کار دشواری بود. خیلی وقتها به جای رفتن با یک پرواز راحت مجبور می‌شدم کل مسیر را رانندگی کنم یا با اتوبوس به سفر بروم. برای محل اقامت نیز با چند نفری هم اتاق می‌شدم و به جای غذاهای رنگارنگ به خوراکی‌های سبک بسنده می‌کردم. در هر حال نکته مهم این است که من این کار را در اولویتم قرار داده بودم و هر طور شده در همایش‌ها شرکت می‌کردم. باید بگویم نصیحتی که سالها پیش گرفتم کارساز شد. از آنجا که من مردی بلند پرواز و بی پول بودم، سرانجام راهی یافتم تا افراد بی تعهد را کنار بزنم و به آنچه آن مرد موفق گفته بود عمل کنم. به این ترتیب درآمدم با برگزاری هر همایش افزایش یافت. علاوه بر این اتفاق عجیب دیگری هم رخ داد. کم کم احساس می کردم با دیگران فرق دارم. احساس می کردم مرد آهنین هستم. از اینکه همچنان استوار ایستاده بودم در حالی که دیگران باور خود را از دست داده بودند، احساس غرور می کردم. پس اگر آنقدر متعهد هستید که هر طور شده در همایش‌ها شرکت کنید، آن تعهد به شما پاسخ خواهد داد. زمانی که کاملاً به همایش‌ها متعهد بودید، گام بعدی این است که تعداد اعضای مجموعه خود را که همراه شما در تمامی همایش‌ها شرکت می‌کنند افزایش دهید. بیشتر افراد زمان همایش بعدی را در تیمشان اعلام می‌کنند. سپس به امید آنکه افراد خود ثبت نام کنند عقب می‌نشینند. حرفه‌ای‌ها خوب می‌دانند که میان اعلام کننده و برگزار کننده تفاوت بسیاری وجود دارد. برگزار کننده ها همایش ها را در اولویت نخست تیم خود قرار می دهند. آنها با کسی شوخی ندارند. حرفه‌ای ها داستان هایی تعریف می کنند که الهام بخش افراد برای حرکت است. هیچ عذری را نمی پذیرند و تا زمانی که افراد ثبت نام نکرده اند آرام و قرار ندارند. آنها تصویری درباره خوبی همایش های بزرگ و فایده شرکت در آنها در ذهن افرادشان ترسیم می کنند. نکته‌ای که من مدت‌ها پیش آموختم این است که هرگز عذر کسی را نپذیرم. دست کم در ابتدای راه این کار را نکنید. باورتان نمی شود که چند نفر دلایلشان را برای شرکت نکردن در همایش بعدی برایم توضیح دادند و بعدها فهمیدم که هیچ کدام از آن دلایل صحت نداشته است. مشکل غیر حرفه‌ای ها این است که اولین داستانی را که میشنوند میپذیرند و به این دلیل کارشان تمام است. شخصی میگوید نمیتوانم از کارم مرخصی بگیرم، یا پول کافی ندارم، یا نمیتوانم فرزندانم را به کسی بسپارم، یا این هفته عروسی دعوتم، و رهبر غیر حرفه‌ای پاسخ میدهد خب کاری است که شده، امیدوارم دفعه بعد بتوانید شرکت کنید. اما حرفه‌ای ها شیوهی کاملا متفاوت دارند. هنگامی که عذری میشنوند آن را نمیپذیرند، زیرا میدانند که احتمال زیاد صحت ندارد، یا دست کم اوضاع آنقدرها هم که فرد میگوید بد نیست. آنها در عوض به آن شخص کمک میکنند تا معنا و اهمیت واقعی شرکت در همایش‌ها را بهتر درک کند. سپس با همفکری هم راه حلی برای مشکل او پیدا میکنند. باورتان نمیشود با چند نفر برخورد کردم که از قبل تصمیم گرفته بودند در همایش بعدی شرکت نکنند، اما ظرف 5 دقیقه نظر خود را تغییر داده و ثبت نام کردند. درس مهم این است که داستان خود را برای آنان بازگو کنید و داستانشان را نپذیرید. درباره این مهارت اینطور فکر کنید. فرض کنید سهامدار شرکتی هستید و ارزش سهام شما وابسته به تعداد افرادی است که در هر همایش همراهتان هستند. اگر اینطور بود، به طور حتم مهمترین اولویت شما این میشد که در هر همایش تعداد نفرات بیشتری همراه خود داشته باشید. اینطور نیست؟
ممکن است به تنهایی در همایش نخست شرکت کنید، اما هدف این است که در همایش بعدی کسی را همراه خود ببرید و این تعداد را در هر همایش بیشتر و بیشتر کنید. بخش 11. دست یافتن به هر چیز با ارزشی زمان می‌خواهد. اگر فردی کسب و کار سنتی را پیشه کند، از او انتظار می‌رود در طی چند سال نخست به سرمایه اولیه خود برسد و دست کم در 5 سال اول آن را تصفیه کند. اما هنگامی که فردی وارد کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای می‌شود، همگان انتظار دارند همه پولش را در همان ماه نخست درآورد، در ماه دوم به سود برسد و در ماه سوم ثروتمند شود و هنگامی که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، بازاریابی شبکه‌ای را سرزنش می‌کنند. گویی مردم دوست ندارند قوانین کسب و کار دنیا بر بازاریابی شبکه‌ای اثری داشته باشد. درست است که ما کاری بهتری داریم، اما لوبیای سحرآمیز که نمی‌فروشیم. به دست آوردن هر چیز با ارزشی زمان می‌برد. من در شغل بازاریابی شبکه‌ای هم درس بزرگی آموختم. هر از گاهی در زندگی پیش می آید که بخت با انسان یار می شود و درآمد فرد با جهشی رو به رشد بالا می رود. ممکن است در آن موقع انسان در زمان و مکان درست قرار گرفته باشد. اما اگر توانایی‌های فرد با این سطح جدید رشد نکند، درآمد فرد به سطح قبلی و سطح واقعی که در آن قرار دارد باز می گردد. بنابراین هر کسی خود تعیین می کند که به کدام سطح تعلق دارد. چند نفر را می شناسید که ثروت زیادی به دست آوردند و پس از مدتی تمام آن را از دست دادند. من این درس را در دوران سختی که در بازاریابی شبکه‌ای فعال بودم آموختم. در سال 1988 به شرکتی پیوستم که در صورت رسیدن به بالاترین سطح علاوه بر پاداش یک جایزه $5000 هم داشت و به بالاسری آن فرد نیز بسته به سطحش بین 1200 تا $2400 پاداش می‌دادند. هرچند امروز خوشحالم که بیشتر آن جایزه‌های بزرگ دیگر در کسب و کارمان وجود ندارد، اما در آن زمان آدم می‌توانست در مدت کوتاهی به پول نسبتاً زیادی برسد. من در ماه نخست کاریم در آن شرکت نزدیک به $7400 درآمد داشتم. اگر به یاد داشته باشید، استراتژیم تماس با دوستان پدرم پیش از خود او بود. در ماه دوم درآمدم به $12000 رسید. باور نکردنی بود. من فردی نبودم که درآمد $12000 در ماه داشته باشد. روی مهارت‌های لازم و رشد فردیم کار نکرده بودم. من تنها روی موج سوار شده بودم. اما بعد واقعیت خود را نشان داد و چک پاداش ماه سوم $1098.60 شد. نگاه کردن به آن عدد درست مانند نگاه کردن به آینه بود و به من نشان میداد که به راستی که هستم. احساس بسیار بدی بود. نخستین واکنشم رها کردن کار و سرزنش هر کس و هر چیز به خاطر دریافت آن چک بود. اما خوشبختانه متوجه شدم که برای داشتن درآمد بیشتر باید خودم هم بیشتر از اینها باشم. باید روی مهارت‌هایم کار می‌کردم تا دیگر به بخت و اقبال یا زمان و موقعیت وابسته نباشم. ممکن است شنیده باشید خیلی زود پولدار می‌شوی، یا لازم نیست کاری انجام بدهی، یا این محصول به خودی خود فروش می‌رود، یا جمله‌هایی مانند اینها. اما باید بیاموزید که این دروغ‌ها و انتظارات غیر واقعی را رها کرده و کار را شروع کنید. فرمول 1357 فرمولی هست که من متوجه تاثیرگذاریش بر روی کسب و کارمان شدم. من نامش را فرمول 1357 گذاشتم. قانون کلی این است که در سال اول شایستگی و سودمندی خود را در بازاریابی شبکه‌ای نشان دهید. اصول پایه را یاد بگیرید و هزینه‌هایی را که پرداخت کرده اید به دست آورید و به آموختن ادامه دهید. حدود 3 سال طول می کشد تا از کاربر به صورت پاره وقت به تمام وقت برسید. حدود 5 سال هم طول می کشد تا درآمدی 6 رقمی و یا بالاتر داشته باشید و 7 سال هم زمان می برد تا به یک کارشناس خبره تبدیل شوید. معنای این حرف آن نیست که نمی توانید همه این کارها را در مدت کوتاه‌تری انجام دهید. بسیاری از افراد می توانند. معنایش این است که اگر می خواهید آن درآمد را
به صورت ثابت داشته باشید مجبور هستید به یک کارشناس خبره تبدیل شوید. وقتی خوب فکر کنید متوجه خواهید شد که 7 سال آنقدرها هم بد نیست، به ویژه که بخش بزرگی از آن به صورت پاره وقت کار می کنید. در هر حال شما در این 7 سال پیرتر می شوید، پس شاید تبدیل شدن به یک کارشناس را به هدر دادن این زمان ترجیح بدهید. چگونه آموختن؟ هنگامی که برای تمرکز روی مهارت‌هایتان به اندازه کافی متعهد شدید، گام بعدی آن است که بفهمید بهترین راه آموختن کدام است. یکی از بهترین اتفاقهایی که برای من افتاد این بود که فهمیدم هیچ تجربه بدی و خوبی وجود ندارد. تجربه‌ها تنها برای آموزش ما هستند. این اتفاق بزرگی بود. به عبارت دیگر باید حاشیه‌ها را رها کرده و تنها بر آموختن از هر تجربه تمرکز کنید. این نگاه فشار فراوانی را از روی دوش من برداشت. من به جای آنکه در جستجوی تجربه‌های بزرگ باشم، بر این حقیقت که می‌توانم چه تعداد تجربه داشته باشم تمرکز کردم. زیرا هر چه تعداد تجربه‌هایم بیشتر باشد، چیزهای بیشتری هم آموختم. یکی دیگر از نشانه‌های افراد پردرآمد در بازاریابی چند سطحی آن است که آنها مانند کسانی هستند که من دوست دارم نامشان را دانش آموزان فعال بگذارم. آنها به عنوان افراد حرفه‌ای همواره در حال آموختن هستند، همواره رشد می‌کنند و همیشه سعی دارند بهتر از گذشته باشند. لو هالتز به بهترین شکل این مفهوم را بیان می‌کند. او می‌گوید در دنیای امروز آدم یا رشد می‌کند یا در حال مرگ است. پس برخیزید و رشد کنید. فکر می‌کنم این حرف حقیقت داشته باشد. پس هرگز دست از یادگیری بر ندارید. الگوی رفتاری موفق. اگر وارد این کسب و کار شدید، سعی نکنید چرخ را از نو اختراع کنید. کارهای سخت قبلا انجام شدند. مهم نیست که در کدام شرکت مشغول کارید، زیرا یافتن فردی که بسیار موفق است کار ساده است. اهمیتی ندارد که در کدام مرحله قرار دارید. در مرحله جذب مصرف کننده هستید یا یافتن مشتری احتمالی، دعوت، معرفی، پیگیری، مرحله پایانی و ثبت نام، شروع به کار افراد جدید، برگزاری همایش یا هر مهارت دیگری، زیرا همکنون افرادی در شرکت شما هستند که در تمام این مهارت‌ها استادند و برخلاف شغل‌های دیگر افراد موفق در شرکتتان مشتاقانه حاضرند تا راز موفقیت خود را با شما در میان بگذارند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که هر رفتار آنان را الگو قرار داده و از نتایجی که به دست می‌آورید لذت ببرید. مطالعه. یک برنامه صوتی باعث شد وارد این کار شوم. در سال 1988 کسی یک نسخه ضبط شده از سخنرانی جیم ران را در اختیارم گذاشت. حتم دارم که پیش از 500 بار آن نوار صوتی را در اتومبیلم گوش دادم. از آن زمان تکالیفی را که جیم ران گفته بود انجام دادم. آقای ران به من امید میداد، اما از آن مهمتر به رشد فردیم جهت میداد. آن برنامه صوتی تمام شخصیت مرا شکل داد. در آن سالها من پیش از 1-2 جین برنامه صوتی را دنبال می کردم که همه‌شان به طرزی باور نکردنی مفید بودند. برنامه‌های صوتی جادو می کنند. آنها در گوش شما نجوا می کنند. رویاهایتان، نیروی درونتان و راه‌هایی که برای رسیدن به آنها پیش رو دارید را یادآور می شوند. علاوه بر این می توان بارها و بارها تکرارشان کرد و هر بار به نظرتان می رسد که حرف متفاوتی برای گفتن دارند و همینطور هم هست، زیرا شما تغییر کرده اید. جیم ران همچنین به من آموخت که یک خواننده باشم. مهم نیست می خواهید چه چیزی یاد بگیرید، زیرا همیشه نویسنده‌ای وجود دارد که تمام عمر خود را صرف آن موضوع کرده و با پرداخت پول اندکی یافته‌هایش را در اختیار شما قرار می دهد. پس این کتاب را به عنوان یک پیشکش از من بپذیرید. در جامعه الکترونیکی و بی‌توجه امروز، عده کمی از مردم کتاب می‌خوانند. این کار برای رهبران مناسب نیست. از توزیع کنندگان برتر بپرسید که آیا مطالعه می‌کنند یا خیر. از آن مهمتر بپرسید چه چیزی می‌خوانند. من پیش از ورود به کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای آنقدرها مطالعه نمی‌کردم.
اما از سال 1998 به طور متوسط 4 کتاب در ماه خواندم. این کتاب‌ها زندگیم و شغلم را شکل داده و بهتر کرده است. کافی است 10 صفحه در روز مطالعه کنید تا در ماه 300 صفحه کتاب خوانده باشید. این شروع بسیار خوبی است. ویدیو منبع خوب دیگری برای یادگیری است. شخصاً گاهی ترجیح می دهم که یک برنامه آموزشی را تماشا کنم تا اینکه آن را بشنوم. آنلاین اینترنت روش یادگیری ما و به دست آوردن اطلاعات را متحول کرده است. شما می توانید از مشاوره‌های آنلاین بهره ببرید، ویدیوهای آنلاین ببینید و در وبینارها شرکت کنید یا حتی همایش‌های فرصت را به صورت زنده و مستقیم تماشا کنید. همایش‌ها بهترین روش برای به دست آوردن اطلاعاتی که می تواند روند کاری انسان را تغییر دهد، شرکت در همایش هاست. همانطور که پیش از آن گفتم، بیشتر لحظات مهم کاری من در همایش ها رخ دادند. از یک سو همیشه برای کسانی که خوب گوش می کنند اطلاعات مفید زیادی ارائه می شود و از سوی دیگر هنگامی که حاشیه های دیگر زندگی را برای مدتی رها می کنید، همانند اتفاقی که در همایش‌های سرنوشت می‌افتد، این فرصت را به دست می‌آورید که به واقع بشنوید. هر دو حالت بسیار خوب و مفید و سودمندند. مراقب حاشیه‌ها باشید. با وجود تمام هزینه‌های در دسترس برای مطالعه، اکنون پیش از هر زمان دیگری باید مراقب آنچه اجازه ورودش به ذهن خود را می‌دهید باشید. برخی در هر مکان و هر فرصتی تلاش می‌کنند تا نظراتشان را به شما بقبولانند و گاهی درگیر شدن با راهکارهای پیشنهادیشان بسیار گمراه کننده است. شما باید تنها روی چند مهارت محدود تمرکز کنید و بس. یافتن مشتری احتمالی، دعوت، معرفی، پیگیری، پایان دادن به کار، ثبت نام، کمک به تازه واردان و برگزاری همایش‌ها. اطمینان حاصل کنید که پیش از اضافه کردن گزینه‌های دیگری به فهرست کارهایی که باید انجام بدهید، ابتدا در این مهارت‌ها استاد شده باشید. وارد عمل شوید. در بازاریابی چند سطحی تقریباً همه کارها را باید به صورت عملی آموخت. اگر می‌خواهید صحبت کردن تلفنی با افراد را بیاموزید، پس با افراد بیشتری تلفنی حرف بزنید. اگر می‌خواهید یاد بگیرید که چگونه یک نشست معرفی را در منزل اجرا کنید، پس معرفی‌های خانگی بیشتری ترتیب دهید. حتم داشته باشید که یاد خواهید گرفت. البته این بدان معنا نیست که دست از کسب دانش برای ارتقای مهارت‌ها در بازاریابی چند سطحی بردارید، بلکه معنایش این است که نباید منتظر کامل شدن دانش بمانید و بعد وارد عمل شوید. بخشی از دلیل اینکه مردم وارد عمل نمی‌شوند این است که از تحقیر شدن می‌ترسند. اگر می‌خواهید در بازاریابی شبکه‌ای فرد موفقی باشید، باید بیاموزید این ترس را کنار بگذارید. دلیلش هم این است: خیلی سخت است که همزمان هم خوب به نظر برسید و هم بهتر شوید. به جای آنکه در حین یادگیری نگران این باشید که چگونه به نظر می‌رسید، از وارد عمل نشدن و ادامه دادن به زندگی منفعل پیشین بترسید. اجازه دهید مفهومی را با شما در میان بگذارم که در توسعه مهارت‌هایم در 20 سال گذشته همواره مرا یاری کرده است. در دهه 1990 من و یکی از دوستانم به دنبال بهترین محصول برای بازاریابی شبکه‌ای بودیم. ما به سراسر کشور سفر کردیم و با افراد جالب بسیاری آشنا شدیم. سفرمان ما را به سازمانی در میشیگان رساند که نامش مؤسسه آموزشی تحقیقاتی هایسکوپ بود. آنها از یک روش مترقی و اثبات شده برای آموزش به کودکان درباره این نکته که چگونه فرد موثرتری باشیم استفاده می‌کردند. این مؤسسه برنامه‌های فراوانی داشت، اما برنامه‌ای که من از آن روز تا کنون مورد استفاده قرار می‌دهم، برنامه‌ریزی، انجام، بازبینی نام داشت. آنها این برنامه را اینطور توضیح می‌دادند: در برنامه‌ریزی، انجام، بازبینی، کودک برنامه ریزی می کند، بر اساس آن عمل می کند و در پایان از آنچه انجام داده تأثیر می پذیرد. در این میان کودکان داشتن ابتکار، حل مشکلات، همکاری با دیگران و رسیدن به اهداف خود را می آموزند. بازی‌هایشان هم هدفمند و متمرکزتر انجام می شود.
با اجرای موفق و درست برنامه‌ریزی انجام بازبینی در برنامه روزانه کلاس خود می‌آموزید که چگونه سطح یادگیری کودکان را ارتقا دهید و علایق و انگیزه‌هایشان را تقویت کنید. مادامی که به سخنان آنان درباره چگونگی استفاده از این برنامه به عنوان یک برنامه آموزشی برای کودکان گوش می‌دادم، تنها چیزی که در ذهنم چرخ می‌زد این بود که چطور می‌توانم از آن برای خود با افراد سازمانم بهره ببرم. با وجودی که برنامه ارائه شده توسط مؤسسه های اسکوپ نتوانست به محصول بازاریابی شبکه‌ای تبدیل شود، اما من تا ابد از این سازمان به خاطر کمک به من و صدها هزار نفری که در سراسر دنیا از این برنامه برای توسعه کسب و کار خود بهره میبرند سپاسگزار خواهم بود. در اینجا خواهید دید که من در 20 سال گذشته چگونه از این برنامه بهره برده و آن را آموزش دادم. مهارتی را که می‌خواهید در آن پیشرفت کنید برگزینید. 1. برنامه ریزی کنید. 2. به برنامه ریزیتان عمل کنید. 3. نتایج به دست آمده را بازبینی کنید تا بدانید که دفعه بعد چطور می‌توانید بهتر عمل کنید. بیشتر مردم برنامه ریزی نمی کنند. آنها فقط به کار یورش می‌برند. افراد بیشتری هم بازبینی نتایج را که به پیشرفت کمک فراوانی می‌کند از یاد می‌برند. متوجه هستید که این مفهوم چگونه با مفهوم تجربه خوب و بد وجود ندارد و تجربه ها تنها برای آموختن هستند رابطه دارد؟ 1. برنامه ریزی کنید. 2. به برنامه ریزیتان عمل کنید. 3. نتایج به دست آمده را بازبینی کنید تا بدانید که دفعه بعد چطور می توانید بهتر عمل کنید. 4. برنامه ریزی بهتری بریزید. 5. بهتر به برنامه تان عمل کنید. 6. نتایج جدید را بازبینی کنید، خوب یا بد، تا ببینید که دفعه بعد چطور می توانید بهتر عمل کنید. 7. هرگز از برنامه ریزی انجام بازبینی دست بر ندارید تا در چرخه آزمون و خطا به یک کارشناس تبدیل شوید. این راز کوچک یادگیری در بازاریابی شبکه‌ای یکی از قدرتمندترین رازهایی است که من تا به حال به اشتراک گذاشتم. این راز دیگر جزو DNA ام شده است و امیدوارم همین اتفاق برای شما هم بیفتد. آموزش. تعجب می‌کنید اگر بگویم آموزش یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری است. درست است. اگر می‌خواهید در کاری استاد شوید، آن را به دیگران بیاموزید. آموزش آن موضوع را بهتر از هر روش دیگری در مغز شما حک می‌کند. فکر می‌کنید چه کسی بیشترین سود را از تماشای ویدیوهای روزانه‌ام می‌برد؟ من باید درباره آنها فکر کنم، آنها را آماده کنم و هر روز پیامی بنویسم. بنابراین این کارها ذهنم را تیز نگه داشته و کمک می‌کنند بر کار مسلط بمانم. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که هر کدام از شما کسانی را برای آموزش دادن پیدا کنید. حتی اگر تنها یک نفر در تیمتان باشد، از همان یک نفر شروع کنید و همچنان که تیمتان رشد می کند و بزرگ می شود، فرصتهای بیشتری برای آموزش دادن پیدا کنید. به این ترتیب بیشترین سود را خواهید برد. معاشرت‌های شما. این هم درس مهم دیگری از سوی جیم ران بود. او قانون معاشرت را به من آموخت که میگوید رفتار شما میانگینی از رفتارهای 5 نفری است که بیشترین زمان را با آنها میگذرانید. مانند آنها فکر میکنید، مانند آنها عمل میکنید، مانند آنها سخن میگویید و مانند آنها درآمد دارید. بگذارید نکته‌ای را به شما بگویم. این قانون واقعی است و شما نمیتوانید با آن مقابله کنید. هنگامی که نوبت به معاشرت میرسد، من 3 کار را در مورد شغلم انجام دادم. نخست آنکه از معاشرت با افرادی که برای زندگیم مضر بودند خودداری کردم. این تصمیم آسانی نیست، اما بسیار مهم است. بعضی افراد مدام جلوی پیشرفت ما را میگیرند. دوم آنکه معاشرتم را با افراد منفی باف یا کسانی که مرا در جهت رسیدن به اهدافم یاری نمی‌کردند محدود کردم. آموختم که زمان کمتری را با چنین افرادی بگذرانم و بیشتر وقتم را صرف روابط مثبت کنم. و سوم آنکه سعی کردم روابطم را با کسانی که کمکم می‌کنند آدم بهتری باشم
و شخصیت پخته‌تری داشته باشم افزایش دهم. اگر دارید تلاش می‌کنید در بازاریابی شبکه‌ای به یک کارشناس تبدیل شوید، آیا عاقلانه‌تر نیست که راهی برای گذراندن زمان بیشتر با کسانی که مهارت‌های مورد نیاز شما را دارند پیدا کنید؟ اکنون اگر با مشاهده 5 نفری که اطرافتان هستند دچار نگرانی شده اید، پیشنهاد کوچکی برایتان دارم. تقریباً هر 6 ماه یک بار یکی از این 5 نفر دچار تغییر می شود. بدین معنا که یا منزلش را عوض می کند یا شغلش را، یا وارد روابط جدیدی می شود، رابطه‌ای پایان می دهد و خلاصه اتفاقهایی از این دست. راز این است که اگر چنین اتفاقی رخ داد و خواستید کسی را جایگزین آن فرد بکنید، انتخاب خردمندانه‌ای داشته باشید. بیشتر مردم به این موضوع فکر نمی کنند و به نخستین فردی که سر راهشان قرار گرفت اجازه ورود می دهند. این اشتباهی بزرگ است. کسی را پیدا کنید که بتواند شما را به جلو هل دهد. کسی که الهام بخشتان باشد. امیدوارم پیشنهادهایی که برای یادگیری مراحل تبدیل شدن به یک کارشناس ارائه کردم برایتان سودمند باشد. داشتن رویاهای بزرگ ایرادی ندارد، اما باید صبور هم باشید. به دست آوردن هر چیز با ارزشی زمان میبرد. به توسعه مهارت‌هایتان ادامه دهید و به دانش آموزی تمام وقت تبدیل شوید. این مهارت‌ها تا پایان عمر همراهتان خواهد بود. یک مفهوم دیگر هم هست که باید در نظر بگیرید. من رفتار و عملکرد پردرآمدترین مردان بازاریابی شبکه‌ای را تجزیه و تحلیل کردم. با آنان گفتگو کردم و دوست شدم. می‌دانید نقطه مشترک همه آنان چه بود؟ سخت کار کردن. منظورم را اشتباه متوجه نشوید. آنها روش زندگی بسیار خوبی دارند و عاشق کارشان هستند، اما سخت کار می‌کنند. اگر می‌خواهید در بازاریابی چند سطحی موفق باشید، باید همین کار را انجام بدهید. بازاریابی شبکه‌ای ارتباطی با بخت و اقبال، زمان، موقعیت یا جادویی که مردم را ثروتمند می‌کند ندارد. آزادی امکان پذیر است، اما رایگان به دست نمی آید، بلکه بهایش کار سخت برای یادگیری مهارت‌های لازم برای موفق شدن است. کار سخت برای تبدیل شدن به یک رهبر. بعضی افراد وقتی میشنوند که بازاریابی شبکه‌ای نیازمند کار کردن است، ناراحت میشوند. بیشتر این افراد برای سواری مفتی وارد این کسب و کار شدند و هنگامی که تجربه دردناکی به دست میآورند، پا به فرار میگذارند. شما متفاوت باشید. کار ممکن است سخت باشد، اما کار خوبی است و بهترین راهی است که من برای افراد متوسط سراغ دارم تا بتوانند آزادی واقعی را تجربه کنند و از آن لذت ببرند. بخش 12. این کار ارزشش را دارد. بازاریابی شبکه‌ای می‌تواند چالش برانگیز باشد. می‌تواند تجربه‌ای احساسی باشد. بالا و پایین‌هایش می‌تواند دراماتیک باشد. اما در پایان به 1001 دلیل ارزشش را دارد. شغلی که ایجاد خواهید کرد. اگر تصمیم گرفتید در بازاریابی شبکه‌ای یک حرفه‌ای باشید، نه تنها می توانید برای خود درآمد خوبی کسب کنید، بلکه شغلی هم به وجود خواهید آورد. من خیلی به این موضوع فکر می کنم. مهارت‌هایی که برای تبدیل شدن به یک پزشک، وکیل، مدیر اجرایی یک شرکت بزرگ یا حتی یک موسیقیدان جهانی نیاز است را در نظر بگیرید. داریم درباره سطح بالایی از مهارت و البته سطح بالایی از درآمد صحبت می‌کنیم. اکنون مهارت‌های لازم برای یک بازاریاب شبکه‌ای حرفه‌ای را در نظر بگیرید. این مهارت‌ها قابل مقایسه نیستند. با این حال بسیاری از حرفه‌ای‌های این کسب و کار از درآمد بسیار بالا و زمان آزاد فراوانش لذت می‌برند. اگر به شغل‌های دیگر نگاهی کنید، دشواری‌های ورود به آنها، اینکه چقدر سخت میتوان واردشان شد و سود دراز مدتشان، اینکه اگر وارد شوید چه به دست میآورید را خواهید دید. برای مثال یک پزشک ممکن است 12 سال درس بخواند و علاوه بر آن دوره انترنی را هم باید بگذراند. کار او به هوشی نیاز دارد که همه ما نداریم و یا پولی میخواهد که همه ما نداریم. البته در پایان سود دراز مدت فراوانی نصیب پزشکان می شود.
هرچند بسیاری از آنان معتقدند که این سود ارزش سرمایه‌ای را که در این راه صرف کرده‌اند را ندارد. میان دشواری‌های ورود و سود درازمدت همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد. هیچ تردیدی در ذهن من نیست که بازاریابی شبکه‌ای بهترین ارتباط مستقیم در مقایسه میان دشواری‌های ورود به آن و سود درازمدتی که عایدتان می‌کند دارد. یکی از بهترین تصمیم‌هایی که در زندگیم گرفتم، ورود به کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن‌های بیخودی بود. حرفه‌ای شدن در آن همه چیز را تغییر داد و حالا اختصاص بخش بزرگی از وقتم برای کمک به کسانی که می‌خواهند همین کار را بکنند، برایم بزرگترین سرگرمی نشاط‌آور دنیاست. آزادی عملی که به دست می‌آورید. آزادی کلمه جالبی است. گمان می‌کنم تنها زمانی که نوبت به کار می‌رسد معنایش را درک می‌کنیم، اما نه به طور کامل. برای من آزادی یعنی داشتن حق انتخاب، یعنی زندگی کردن به روشی که خودم می‌خواهم به جای روشی که دیگران برایم می‌خواهند. تصوراتی را که در دوران کودکی داشتید به یاد دارید؟ اکنون زندگی خود را بدون حد و مرز تصور کنید. پس از آن که خوابتان کامل شد بیدار می‌شوید. شغلی دارید که به شما غنای کامل می‌بخشد و خوشحالتان می‌کند. با افرادی کار می‌کنید که از بودن در کنارشان لذت می‌برید. مجبور نیستید مدام با کارمندانتان تسویه حساب کنید. هر زمان که حس کار کردن دارید کار می‌کنید، اما زمانی که دوست دارید تفریح کنید، تفریح می‌کنید. می‌توانید زمان زیادی را در کنار افرادی بگذرانید که برایتان اهمیت فراوان دارند. زندگی بزرگی دارید و عمرتان را در یک قوطی کبریت تلف نمی‌کنید. هنگامی که تصور روشنی از آزادی در ذهنتان ساختید، می‌فهمید بهایی که برای به دست آوردنش در بازاریابی شبکه‌ای خواهید پرداخت بسیار اندک است. روبرو شدن با ترس‌هایتان و آزاد زندگی کردن بسیار ساده است. گذراندن بیشتر روز برای داشتن یک زندگی نصف و نیمه کار دشوارتری است. زندگی هایی که تحت تاثیر قرار می دهید. ایجاد آزادی برای خود و خانوادهتان یک چیز است و کمک به دیگران برای انجام همان کار چیز دیگری است. آدم‌های بسیاری در این دنیا سرگردانند. شما این توانایی را دارید که به مردم کمک کنید تا تصویر بهتری از خود ببینند. می توانید به ناامیدان امید دهید. می توانید برای رسیدن به رویاهایشان تشویقشان کنید. می توانید برای رویارویی با ترس‌هایشان الهام بخششان باشید. یکی از بزرگترین خوشحالی‌ها برای من دیدن موفقیت دیگران است. دانستن اینکه فردی سرگردان بوده و من توانستم کمک بسیار کوچکی در یافتن راهش به او بکنم بسیار لذت بخش است. بازاریابی شبکه‌ای به شما این امکان را می‌دهد که این کار را در ابعاد وسیع انجام دهید. شما نه تنها می‌توانید به یک فرد کمک کنید، بلکه این امکان را دارید که در بهتر شدن شرایط زندگی صدها و هزاران نفر سهیم باشید. و موضوع هیجان انگیز این است که این تنها شروع ماجراست. درست مانند این است که سنگی را در یک برکه بیاندازید. هنگامی که سنگ به آب برخورد می کند، امواجی به وجود می آورد که رفته رفته بزرگتر می شوند تا آنجا که از هر طرف به کناره برکه می رسد. در بازاریابی شبکه‌ای گاهی نمی توانید موجهای ایجاد شده را ببینید. تنها ممکن است از تأثیری که بر زندگی یک فرد گذاشته اید یا شاید یکی دو موجی که به وجود آورده اید آگاه باشید. اما می دانید که این موجها گسترش می یابد. چه آنها را ببینید و چه نبینید. این دلیلی است که من به خاطرش این کار را انجام دادم. دلیلی که به خاطرش این کتاب را نوشتم. میدانم که شما قطعاً تحت تأثیر قرار خواهید گرفت و این همان سنگی است که در برکه افتاده است. اما اتفاق بعدی آن است که شما هم روی دیگران تأثیر می‌گذارید و بدین ترتیب رقص امواج آغاز می شود. افراد دیگر نیز همین کار را می‌کنند و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد. شما به راستی می توانید با بازاریابی شبکه‌ای تغییر ایجاد کنید. کسانی که ملاقات می کنید. بازاریابی شبکه‌ای مرا با افراد بی‌نظیری آشنا کرده است. این شغل باعث می شود نه تنها گروه دوستان خود را بزرگتر کنید، بلکه این امکان را به شما می دهد تا زمان بیشتری را با آنان بگذرانید. اطمینان داشته باشید که در هیچ شغل دیگری نمی توانید
تیم همکارانی به این خوبی داشته باشید. این افراد عاشق زندگی هستند و وقت خود را به بالا کشیدن یکدیگر اختصاص می‌دهند. با یک مثال نشانتان می‌دهم که این برایم چه معنایی دارد و می‌تواند برای شما نیز همان معنا را داشته باشد. می‌توانید یکی از ایالت‌های آمریکا یا هر کشور دیگری در دنیا را نام ببرید تا من نام دوستی را که در آنجا دارم به شما بگویم. بازاریابی شبکه‌ای همچنین مرا به قهرمانان بسیاری معرفی کرده است. من آنقدر خوش اقبال بودم که روی صحنه بروم و با افراد بزرگی دوست شوم. افرادی مانند آنتونی رابینز، برایان تریسی، استفان کاوی مرحوم، رابرت کیوساکی، کن بلنچارد، جک کنفیلد و بسیاری دیگر. علاوه بر تمام اینها توانستم چیزهای فراوانی را از افرادی که در بازاریابی چند سطحی درآمد میلیون دلاری دارند بیاموزم. همه آنها تأثیرات مثبتی بر زندگی و شغل من گذاشتند. این شغل همچنین مرا با همسر بی‌نظیرم ماریانا آشنا کرد. من برای شرکت در دوره آموزشی بازاریابی چند سطحی به مسکو سفر کرده بودم و او هم همراه خانواده‌اش در آن دوره شرکت کرده بود. از آنجا که می توانست به چند زبان صحبت کند، سخنانی را که روی صحنه گفته می شد ترجمه می کرد. من خشکم زده بود. نخستین دیدارمان همان روز پس از برنامه در میدان اصلی شهر مسکو بود، در حالی که برف روی سرمان می بارید. هرگز فراموشش نمی کنم. ازدواج کردیم و از آن روز به بعد همیشه در کنار هم بوده ایم. نمی خواهم بگویم که همسر زندگیتان را در بازاریابی چند سطحی پیدا خواهید کرد. اما با اطمینان میگویم که دوستانی خواهید یافت که تمام عمر در کنارتان خواهند ماند. جاهایی که خواهید دید. اگر کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای خود را به طور موفق و درست گسترش دهید، اتفاقهای دیگری نیز خواهد افتاد. نخست آنکه به سفرهایی خواهید رفت که ممکن است تنها یک بار در زندگی اقبالش را داشته باشید. دوم، باید از سازمانتان در هر شهر یا کشوری که شرکتتان در آن کار می کند و گسترش می یابد حمایت کنید. و سوم، به اندازه کافی پول و زمان در اختیار خواهید داشت تا به هر جا که دوست دارید سفر کنید. میگویند زندگی انسان را می شود از روی گستره تجربیاتی که به دست آورده اندازه گیری کرد. اگر این حرف درست باشد، پس من تاکنون یک زندگی بسیار طولانی را پشت سر گذاشتم. من به تمام ایالت‌های آمریکا بجز آلاسکا سفر کردم و به زودی به آنجا هم خواهم رفت. همچنین 40 کشور دنیا را هم دیدم. در سد بزرگ ریف در استرالیا موج سواری کردم. مسجد ایا صوفیه در استانبول را دیدم. برج‌های دوقلوی مالزی را دیدم. جزیره جیمز باند را با قایق دور زدم. شهرهای چادرنشینان نیجریه را دیدم. در بندر سنگاپور سوار قایق‌های چرخدار غول‌پیکر شدم. غروب روز سال نو را در گراند کانیون تماشا کردم. از خوراک 30 وعده‌ای فستیوال جهانی و مشهور البولی در اسپانیا لذت بردم. در کانال آمستردام قایق سواری کردم. بر فراز کوهستان راکی بالون سواری کردم. یک کشتی تفریحی برای 2000 نفر از دوستانم کرایه کردم تا به جزایر باهاما برویم. بالای هتل دوپاری در موناکو زیر آسمان پرستاره شام خوردم. دریای سیاه را تا سواحل اوکراین پیمودم. از کلیسای سیستین در روم بازدید کردم. در استی اندروس اسکاتلند گلف بازی کردم و یکی از بازی‌های جام جهانی را در ایرلند تماشا کردم. همه اینها و بسیاری تجربه‌های دیگر تنها به این دلیل برایم محقق شدند که شغل بازاریابی شبکه‌ای را برگزیدم. همین اتفاق هم می‌تواند برای شما بیفتد. فعالیت‌های ارزشمندی که می‌توانید در آنها همکاری داشته باشید. در دنیا فعالیت‌های ارزشمند فراوانی وجود دارند. می توانید والدین، اعضای خانواده‌تان یا هر سازمان دیگری را که برایتان ارزشمند است در نظر بگیرید. سال 2011 از هاروی مکی که یک تاجر و فعال اجتماعی بسیار موفق است خواستم تا راز موفقیتش را برایم فاش کند. او هم داستانش را برایم تعریف کرد. اریک، 21 ساله که شدم. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه مینیسوتا، پدرم مرا روبرویش نشاند. آن موقع کمی از خود راضی بودم
و آمادگی این را داشتم که بر قله دنیا بنشینم و راه زندگی خودم را در پیش بگیرم. پدرم به من گفت: هاروی، 25% از عمرت، یعنی 1/4 آنچه از همکنون آغاز می شود را به کارهای داوطلبانه اختصاص بده. آن موقع معنی آن حرفش را نفهمیدم، جز آن که باید در هر کاری داوطلب شوم: قلب، سرطان، خدمات دولتی، سربازی، تحقیقات سلامت مادران و نوزادان و چیزهای دیگر. بگذار برایت بگویم که آن تجربه ها چه دستاوردهایی در زندگی برایم به ارمغان آوردند. کار در تمام آن سازمان ها و مراکز خیریه باعث شد در روابط اجتماعی پیشرفت کنم و رهبر بهتری باشم، زیرا کارم ایجاد درآمد برای بیش از 20 مرکزی بود که در آنها کار می کردم. مدیر فروش بهتری هم شدم. می توانی تصورش را بکنی که با همین کارهای داوطلبانه با چند تن آشنا شدم؟ شبکه کاری من بسیار بزرگ بود، اما بزرگترین اتفاقی که برایم اتفاق افتاد این بود که خود را جزئی از این دنیا می دانستم. حس این که داری به انسانی کمک می کنی و نتیجه اش را می بینی، احساسی بی نظیر و باور نکردنی است. همیشه از پدرم به خاطر این نصیحت که زندگیم را دگرگون کرد سپاسگزارم. این گفتگو زندگی مرا هم دگرگون کرد، زیرا فکرم را درباره همکاری تغییر داد. من همیشه فکر می کردم تنها یک راه برای کمک به این فعالیت ارزشمند وجود دارد و آن هم کمک مالی است. اما پس از گفتگو با هاروی متوجه شدم که در حقیقت 2 راه برای کمک کردن وجود دارد. راه نخست آن که با پولت به آنها کمک کنی. می توانی یک چک برایشان بنویسی و خب این کار ارزشمندی است. بازاریابی شبکه‌ای این امکان را به شما می دهد که بتوانید چک هایی با مبالغی که هرگز تصورش را نمی کردید بنویسید. راه دوم این است که برایشان زمان بگذارید. همانطور که هاروی گفت، می توانید بخش از وقت خود را به فعالیتی که برایتان ارزشمند است اختصاص دهید. او 25% از زندگیش را در نظر گرفته بود. شما می توانید هر مقدار را که دوست دارید در نظر بگیرید. اما من می گویم که حتما این کار را انجام بدهید. البته منظورم فقط چند ساعت وقت گذاشتن و سر زدن به این خانه سالمندان و یا آن درمانگاه نیست. منظورم اختصاص زمان برای خلق ایده، بالا بردن آگاهی و درآمدزایی برای آنهاست. انسانی که در این راه به آن تبدیل خواهید شد. بازاریابی شبکه‌ای زندگی مرا بهتر کرد، زیرا وادارم کرد تا انسان بهتری باشم. به عنوان یک شغل ما محصولات و خدماتی را که به مشتریانی که خواهان آن هستند ارائه می دهیم، اما هدف واقعیمان عمیق‌تر از این هاست. این شغل در واقع محیطی برای رشد فردی است. شما می‌آموزید که چگونه با ترس‌هایتان روبرو شوید. می‌آموزید که چگونه مشکلاتتان را حل کنید. می‌آموزید که چگونه افکار مثبت به ذهنتان راه دهید و افکار منفی را از آن دور کنید. می‌آموزید که چگونه قوی‌تر باشید. می‌آموزید که چگونه رهبری کنید. هنگامی که تازه وارد این کسب و کار شده بودم، تقریباً همه کارها را از روی ترس انجام می‌دادم. می‌ترسیدم موفق نشوم. می‌ترسیدم مشتری‌های احتمالیم تمام شوند. می‌ترسیدم فرصت پیش آمده را از دست بدهم. اما با گذشت زمان آن ترس از میان رفت. تصمیم گرفتم به جای مواردی که نمی‌توانم کنترلشان کنم، روی خود و مهارت‌هایم متمرکز شوم و پس از آن همه چیز روشن شد. من راز واقعی بازاریابی شبکه‌ای را آموخته بودم. بزرگترین سود این کسب و کار رسیدن به آنچه می‌خواهید نیست. بزرگترین سود این کسب و کار تبدیل شدن به انسانی است که برای رسیدن به آنچه می‌خواهید نیاز دارید. من فهمیدم که حقیقت چه بوده و در طی سالها چه اتفاقی افتاده است. سفر همه چیز است. از اینکه سفر خود را با من شریک می‌شوید سپاسگزارم. اجازه دهید کلامم را با جمله‌ای که در پایان دوره‌های آموزشیم میگویم به آخر برسانم. خانم‌ها و آقایان، آرزوی من برای شما این است که تصمیمتان را بگیرید و به یک بازاریاب شبکه‌ای حرفه‌ای تبدیل شوید، زیرا حقیقت این است که ما راه بهتری برای زندگی سراغ داریم و این واقعیت است. پس بیایید این راه را به تمام دنیا نشان دهیم.
درباره نویسنده: اریک فار بیش از 25 سال جزو رهبران بازاریابی شبکه‌ای حرفه‌ای بود. درباره تخمین دستاوردهای شغلیش به عنوان یک بازاریابی شبکه‌ای حرفه‌ای عالی رتبه باید بگویم او درآمدی بیش از 15 میلیون دلار داشته است. سازمان‌های فروشی به وجود آورده که بیش از 500,000 توزیع کننده در بیش از 60 کشور دنیا دارد. مدتی به عنوان مدیر ارشد یک شرکت فروش مستقیم 200 میلیون دلاری مشغول کار بوده است. به عنوان مشاور بورس در صنعت فروش مستقیم کار کرده است. در طول این مسیر اریک به طور هدفمندی به یک آموزگار تعلیم دیده تبدیل شده است و برای بیش از 250,000 نفر در سراسر دنیا دوره‌های آموزشی برگزار کرده و با آنها آموخته که چگونه در بازاریابی شبکه‌ای یک حرفه‌ای باشد. او همراه با آنتونی رابینز، جیم ران مرحوم، برایان تریسی، دنیس ویتلی، استفن کاوی مرحوم، تام پیترز، لوس بران، آگ مندینو مرحوم، دیوید باخ، رابرت کیوساکی، هاروی مکی، آرت ویلیامز، کن بلنچارد، تام راس، دانیل پینک، مارک ویکتور هانسن، جک کنفیلد، جفری گیتومر، تام هاپکینز و بسیار دیگری به روی صحنه رفته است. خانم ها و آقایان، آرزوی من برای شما این است که تصمیمتان را بگیرید و به یک بازاریاب شبکه‌ای حرفه‌ای تبدیل شوید. زیرا حقیقت این است که ما راه بهتری برای زندگی سراغ داریم و این واقعیت است. پس بیایید این راه را به تمام دنیا نشان دهیم.